بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. این سوره چون که تمام سوره اختصاص به پیامبر خدا سیدنا یوسف علیه السلام دارد، در کل سوره داستان ایشون ذکر شد و تمام سوره یک بار نازل شد، یک جا نازل شد، لذا این سوره را سوره یوسف میگویند و سوره یوسف از سوره های مکی هست. ابتداءً ربط این سوره را خدمت شما عرض بکنم با سوره گذشته که در سوره هود مبحث اصلی توحید بود. الا تعبدوا الا الله در اولین آیاتش بود. توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کنید. حالا در سوره یوسف خدا می فرماید، این ربط اسمی هست، این توحید و این عبادت خدای تعالی اینقدر اهمیت دارد که یوسف در زندان هم همین تبلیغ کرد. به همبندهای زندانیش چی گفت؟ گفت که یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ارباب زیاد و خدایان زیاد و معبودان زیاد بهتره یا اینکه انسان خدای واحد و خدای غالب را عبادت کند؟ و فرمود ما تعبدون من دونه الا اسماء، اونهایی که شما عبادت میکنید القابی بهشون دادید، این کار میکنن اون کار میکنن، این القاب را شما برایشون درست کردید. خدا چنین چیزی نگفته. لذا بر علیه شرک و عبادت غیر الله و در راستای تبلیغ توحید فی العبادت یوسف علیه السلام در زندان هم چی کرد؟ تبلیغ کرد. این ربط اولش هست و این ربط اسمی هست. ربط معنوی اینه که در سوره هود خواندیم هیچ کس بجز الله لایق عبادت نیست، چون عالم الغیب نیست و مدیر و مدبر و مختار و متصرف نیست. آخرین آیه که خواندید ولله غیب السماوات والارض که نتیجه کل سوره است، نتیجه داستانهای تمام انبیایی که در سوره هود آمده، چندین پیغمبر داستانشون میاد. نتیجه همه اینه که لله غیب السماوات والارض، غیب مغیبات آسمان ها و زمین را فقط خدا میداند و الیه یرجع الامر، تمام تصرفات مال خداست، امور به او برمیگردد. لذا اینجا اینه که خواندید پس عالم الغیب فقط خداست، مختار و متصرف خداست. دلیل نقلی تفصیلی خدا در اینجا بیان میکنه. همین داستان یوسف یعقوب این خودش دلیل هست که حتی انبیا غیب نمیدانستند. اگر غیب میدانستند هیچ وقت اجازه نمیداد فرزندش را، اون فرزندی که برای یک لحظه از چشمانش دور نمیکرد، اون فرزند را از خود دور کند، ببرند تو چاه بیندازند، بعداً بگن گرگ خورده، بعداً یا یوسف میگه یوسف در بالاخره چند کیلومتریش تو چاه افتاده، نمیره بدادش. غیب نداره. انبیا وقتی که غیب ندارند دیگه کی غیب داره؟ و انبیا وقتی که قدرت ندارن، تصرف ندارن، نمیتونه برای خودش کاری بکنه، برای فرزند خودش، برای گمشده خودش کاری بکنه. 40 سال داد و فریاد میکنه، زار زار گریه میکنه، بیناییش را از دست میده. این پیغمبری هست که از پیغمبران بزرگ خداست، ولی این داستان ثابت میکنه که این پیغمبران نه مدبر و متصرفن، نه مختارن، نه عالم غیب هستند، بندگان مخلص خدا هستند. هرچی خدا برایشون بیاره تسلیم میشند، تسلیم و رضا دارند. پس این سوره در واقع یک دلیل تفصیلی هست که بیان میشه در این سوره. حالا کل داستان را انشاءالله میخوانیم،
برداشتی که از داستان میشه هم میخوانیم. اما خلاصه این سوره 4 چیز است. من این خلاصه را به این خاطر میگم که ذهن انسان بالاخره این طبیعی هست، ذهن انسان بیشتر به طرف خود داستان میره. به همین خاطر خیلی ها تشویق میشن که این سوره را بیشتر بخوانند، چون بیشتر جنبه داستانی دارد. اما این داستان با داستانهایی که مردم تعریف میکنه فرق داره. این داستانی هست که در هر بخشش، هر شقش درس هست برای انسانیت. لذا 4 درس هستند که در این سوره هستند، 4 مطلب هستند که از این سوره میگیریم. اینا عمده هستند. دیگه مسائل عفت و پاکی و اخلاق و اینا خیلی زیاد هستند. اونا را خود شما تدبر بفرمایید، برداشت بکنید. اون چیزی که به ذهن ما هم خدا بیاره خدمت شما عرض میکنم در طول سوره. اما اون چیزی که ما نتیجه میگیریم 4 چیز هست. 1 عالم الغیب فقط خداست. خدمت شما عرض کردم نه؟ عالم الغیب فقط خداست. 2 مالک و متصرف مختار فقط خداست، حتی انبیا هم نیستند. 3 از این داستان، آخر داستان این نتیجه میاد. از این داستان معلوم میشه که ای محمد صلی الله علیه وسلم شما رسول صادق و به حق خدا هستید. اگر نبودید این همه جزئیات، این همه تفصیل را از کجا میدونید؟ مسائلی که خود یهود هم تا این اندازه خبر نداشت. 4 همونطور که بر این رسول، بر این پیامبران مشکلات آمد، بر شما هم مشکل میاد. اینم در آخر سوره میخواد. از اول سوره تا اون رکوع آخر مشکلاتی که بر یوسف و یعقوب آمد، اما آخر مشکلات بقیه انبیا هم اشاره میشه و گویا به پیغمبر گفته میشه که برای شما هم مشکلات هست. لذا در راه دین، در راه حق مشکلات همیشه بوده و خواهد بود. امروز شما نگاه بکنید در دنیایی که ما هستیم، هر جا اگر مشکلی هست بر اهل حق است، بر اهل دین. اونایی که میخوان واقعا بر مسیر دین حرکت کنن، میخوان به کتاب خدا عمل کنن، میخوان دیندار بمانن، اونا مشکل دارند. همه جا مشکل دارند. کتکی اگر هست بر اونها هست، تو زندان ها بیشتر اینها هستند، شکنجه ها را اینها میبینن و تمام دنیا با اینها دشمنی دارد. همواره در معرض خطر هستند. و این بحث امروز نیست، از زمان رسول الله. خود رسول الله همیشه تو مشکلات زندگی کرد. 2 روز متوالی با شکم سیر حتی نخوابیدند. پس این مطلب هم در این گفته میشه. هر کسی میخواد که در دنیا آسایش داشته باشه، راحت باشه، غم داشته نباشه و نمیتونه اون در مسیر حق بماند، چون مسیر حق این مشکلات خودش را دارد. الله عزوجل گویا برای بندگان مؤمنش راحت را در آخرت در نظر گرفته. خداوند اونجا ما را راحت بگرداند. اینجا هر روز ناگواری، هر روز خبر پریشان کننده، هر روز بر مسلمانان مشکلات. خب آخرین نکته‌ای که به عنوان مقدمه میخوام عرض کنم سبب نزول این سوره مبارکه هست. این سوره چگونه نازل شد؟ این سوره در مکه نازل شد. بعضی میگویند که صحابه یه روزی گفته یا رسول الله، دل ما میخواهد که الله عزوجل چنان داستانی بیان بفرماید که هم ما با اون داستان مشغول بشیم و هم اون داستان درس و عبرتی برای همه ما باشد. این تمنا را، این خواهش را صحابه مطرح کردند. این سوره نازل شد. بعضی اینه گفتند. اما اکثر مفسران میگویند یهودی ها به مشرکین گفتند شما از این پیغمبر بپرسید. یکی از سوالات، چون خیلی سوالات اونها درباره اصحاب کهف میخوانید سوال کردند، درباره روح سوال کردند، درباره ذوالقرنین سوال کردند. یکی از سوالاتی که یه زمانی داشتن گفتن شما از این پیغمبر بپرسید که بنی اسرائیل جای اصلیشون شام بود، چون موطن حضرت یعقوب کجا بود؟ شام بود. جایشون شام بود.
چی شد که در مصر از مصر سر در آوردن؟ اینجا همه بنی اسرائیل بعدا مصر بودن، مصر که ملکشون نبود. چطور مصر آمدند؟ از کی به مصر آمدند که حتی حکومت مصر برای مدتی در دست اونها بود؟ بعدن که موسی علیه السلام مبعوث شد زندگی بردگی در مصر داشتند. خب اینا را کی آورده بود از شام به اینجا همه آمدند؟ علت چی بود؟ دلیلش چی بود؟ در جوابش الله تعالی این سوره را نازل فرمود که داستان از کجا شروع شد؟ از اون جایی که برادران یوسف فرزندان یعقوب، که یعقوب همون اسرائیل هست، فرزندان اسرائیل 10 تا برادر، یک برادر خودش را به او ستم کردند، او را در چاه انداختند، او را به عنوان برده فروختند، او رفت مصر، عزیز مصر شد. خلاصه کل داستان که بعداً خانواده خودش را اونجا خواست. به این صورت الله تعالی جواب دادن. پس این سوره به تمامی نازل شد در جواب چی؟ در جواب این سوال شد. علی ای حال الله می فرماید الف لام را، این از مقطعات است. الله اعلم بمراده. تلك آیات الكتاب المبین، این آیات کتابی هست که مبین هست، روشن است، واضح هست. مبین اشاره به چیه؟ صفت کتاب دلیل نقلی، در این چون دلیل نقلی بیان میشه. اما قبل از اون الله عزوجل درباره فضیلت این کتاب، این مقدمه هست، تمهید است، و درباره مقام این کتاب و این که به زبان عربی هست تا اینکه شما بفهمید. انا انزلناه قرآنا عربیا، همانا ما این را نازل کردیم قرآنی که به زبان عربی هست. حکمت عربیت لعلکم تعقلون، تا شما این را بفهمید، درکش کنید. لذا بعد از این الله عزوجل می فرماید که نحن نقص علیک احسن القصص، ما برای شما بیان می کنیم احسن القصص را، زیباترین داستان. الله تعالی این داستان را زیباترین داستان می گوید. چرا زیباترین هست؟ واقعا در این داستان نکاتی هست، نکات وعظ، نکات پند، نکات اندرز که در هیچ داستانی نیست. حالا احسن القصص از چه جهت؟ هر یکی از بزرگان از دید خود این را گفته از این جهت. مثلا امام رازی، امام فخر رازی، این مفسر بزرگ میگه کونه احسن القصص، این احسن القصص است لما فيه من العبر والنکت والحکم والعجائب، در این عبرت هاست، نکته هاست، حکمت هاست، عجائب است التي لیست فی غیرها، عجائبی که در غیر این داستان این عجائب نیست. هر چی که انسان این داستان از بس که عجیب است، شما مگه این داستان را بلد نیستید؟ با این اشتیاق گوش میکنید، بلدید، 10 بار شنیدید، ولی عجائبش انسان را، اون شگفتی هایش انسان را وادار میکنه دوباره گوش کنم. یک دلیلش اینه. دلیل دیگر که علامه آلوسی میگه در این داستان درس هست، نکته هست. 4 تا از نکاتش را بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که خلاصه این سوره است. اونها هم از همین کلام مفسران برگرفته است. اما آلوسی میگه که در این داستان میخوانیم که جلوی قضای الهی را هیچ که نمیتونه بگیره، چیزی که خدا فیصله بکنه. مثلا خدا فیصله کرده بود به یوسف عزت بده، برادران خواستند او را ذلیل کنند در جهت مخالف فیصله خدا. اسباب ذلت را برایش برنامه ریزی کردند، چیدند، بردند، با چه کتک و چه شکنجه تو چاه انداختند. خب تو چاه انسانی را نمی اندازند. بعدا
وقتی که آمدند کاروانیان او را به عنوان برده فروختند. اینا تمام بالاخره یک انسانی را میخوان ذلیل بکنند، تمام نقشه های ذلت هست، اما خدای عزوجل او را عزیز مصر میکند. اینها نقشه ذلت میکشند، خدا تدبیر میفرماید برای عزتش، میشه عزیز مصر. پس ببینید از این داستان انسان واقعا این نکته بزرگی هست که هیچ چیزی جلوی قضای الهی را نمیگیرد. خدا اگر بخواد برای بنده عزت را فیصله بکند، هیچ کس نمیتونه بیابرویش بکنه. هر چند که تدبیر بشه، برنامه ریزی بشه و کار بکنند، نمیتوانند. پس لا مانع لا دافع لقضاء الله تعالی، هیچ چیزی قضای الهی را و فیصله خدا را نمیتونه دفع بکنند. ولا مانع من قدری، اون چیزی که خدا در تقدیر نوشته. خدا در تقدیر نوشته یوسف به عنوان یک پادشاه، به عنوان یک نبی محبوب، به عنوان یک مرجع بسیار عالی قدر. حالا برادران میخوان قبل از اون چون خواب را دیده قبل از اون بکشن تمام بشه، به اونجا نرسه. هر چی برنامه برای چی میکنن؟ برای جلوگیری از این قضای الهی نمیتوانن. لذا این درس را میگیریم انه سبحانه و تعالی اذا قضى لانسان بخیر و مکرمت. خوب توجه کنید، این داستان شبیه داستان بعضی در اطراف و پیرامون ما هست. هرگاه خدا برای یک بنده اراده خیر و کرامت بکند، یه بنده را بخواهد عزت بده، یه بنده را بخواهد که الله تعالی آبرو بده، فلو ان اهل العالم اجتمعوا، تمام جهانیان جمع بشن، تمام دنیا جمع بشن، تمام حکومت ها جمع بشن علی دفع ذالک، که جلو این را بگیرند، لم یقدروا، قدرت ندارند، تواناییش را ندارند. لذا این نکته های توحیدی، این نکته های زیبا در این سوره هست. به همین دلیل اسم این سوره هست احسن القصص. این داستان چی هست؟ احسن القصص است. لذا الله می فرماید نحن نقص علیک احسن القصص، ما بیان میکنیم. نقص یعنی نبین، قصه کردن، بیان کردن. ما بیان میکنیم بر تو زیباترین قصه را، بما اوحینا، این سبب است، به سبب اینکه ما وحی کردیم به سوی تو این قرآن را. و این کنت من قبله لمن الغافلین، همانا بودی قبل از این از بی خبران. یعنی توی پیغمبر غیب نداری، اینها را خدا از طریق وحی بهت میگه. قبل از این تو خبر نداشتی، اصلا از این جریان مطلع نبودی. لذا آغاز قصه. قبلا خدمت شما عرض کردم که قصه را وقتی که به صورت تفصیل قرآن بیان بکنه، چون وقتی قرآن میبینه ذهن ما بسیار محدود است، زود فراموش میکنیم، اون هدف را فراموش میکنیم، به سمت قصه و داستان میریم. به این دلیل الله عزوجل اول خلاصه از قصه را ذکر میکند که در اون خلاصه نتیجه میگیریم. چنانچه اینجا اول خلاصه داستان را ذکر میکنه. لقد کان فی یوسف و اخوته، از اونجا اذ قالوا لیوسف و اخوه، از اونجا اصل داستان شروع میشه. قبل از اون خلاصه هست. همچنین سوره کهف همینطور داستان مفصلی است، اما در قبل از اون داستان مفصل به صورت خلاصه الله تعالی بیان فرماید. الله می فرماید اذ قال یوسف لابیه یا ابتی، زمانی که یوسف به پدرش گفت ای پدر من، انی رأیت 11 کوکبا، همانا من دیدم 11 تا ستاره، 11 تا ستاره را دیدم. علاوه از این 11 تا ستاره و الشمس، و همچنین خورشید را دیدم، و القمر، ماه را دیدم، رأیتهم لی ساجدین، من همه اینها را دیدم که برای من سجده کنان هستند، سجده کننده هستند. 11 تا ستاره 11 تا برادر هستند.
شمس پدر است، خورشید پدر است، قمر مادر است. اینها را دیدن. البته بعضی میگویند که منظور از مادر خاله است. سدی این را گفته و عن السدی ان القمر خالته، مراد از ماه خالش است، لان امه راحیل قد ماتت، مادر یوسف که به اسم راحیل هست او قبلا فوت کرده بود. اون چیزی که مشهور است، البته اینها را ما نمیتونیم تصدیق بکنیم، نمیتونیم تکذیب بکنیم، چون این تفصیلات را، این جزئیات را قرآن نگفته. اینا را بیشتر از کتاب مقدس گرفتند، از کتابهای مسیحیان و یهودیان گرفتند. اونجا هست که وقتی که بنیامین را مادر یوسف میخواست به دنیا بیاره، در زمان زایمان بنیامین ایشون فوت کرد. لذا بعدا تکفل اینها به وسیله همون خاله بود که اون زمان 2 خواهر در عقد یک مرد در می آمد. 2 خواهر بودند در عقد حضرت یعقوب بودند. لذا اون زن دیگر هم خواهر همین مادر یوسف بود. پس نامادریش هم بود، خالهش هم بود. منظور از قمر همون هست. اما بعضی از مفسران میگن که وقتی که قرآن ذکر بکند که به عنوان مادر، به عنوان پدر، اون معنای عمو و معنای خاله معنای مجازی میشه، به سمت مجاز بدون دلیل نمی رویم. وقتی این خواب را تعریف کرد حضرت یعقوب علیه السلام فراست داشت، فوراً متوجه شد. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ای پسرک من، معلوم میشه خیلی خرد بود. بنی تصغیر ابن هست، یعنی پسرک، فرزند کوچولو. یا بنی لا تقصص، ای پسرک من تعریف نکن، رؤیاک علی اخوتک، این خوابت را بر برادرانت، چون اگر تعریف کنی فیکیدو لک کیدا، آنها نقشه میکشن برای تو، آنها کید میکنند، تدبیر میکنند برای تو، نقشه های میکشن و خوب نیست. ان الشیطان للانسان عدو مبین، همانا شیطان نسبت به انسان دشمن آشکار است. شیطان تو پوست اونها میره، دشمنی میکنن، آخر بر علیه تو توطئه میکنن. کید به معنی توطئه است، نقشه میکشن، توطئه میکنند، ضربه میزنند. نکن، برای اونها تعریف نکن. و الله تعالی میفرماید که وقتی که اشاره کرد به اینکه با برادرانت تعریف نکن، صراحت گفت، حالا به تعبیر خواب اشاره میکنه. و کذالک یجتبیک ربک، این گونه برمیگزیدد تو را رب تو، خدا تو را انتخاب کرده. اجتبا به معنی چه؟ انتخاب. مجتبا معنیش هست منتخب، برگزیده خدا، که لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. لذا و کذالک یجتبیک ربک، این گونه تو را انتخاب میکند ربت، و یعلمک من تأویل الاحادیث، و الله عزوجل از طریق وحی به تو یاد میده. چی یاد میده؟ من تأویل الاحادیث، تأویل احادیث را. تأویل احادیث یعنی چه؟ ببینید، تأویل به معنای انجام هست، عاقبت، نتیجه، آخر. احادیث به معنی سخنان، آخر سخنان منظور چی هست؟ بسیاری از اهل تفسیر مثل مجاهد و سدی میگویند منظور اینه که علم تعبیر خواب را خدا بهت میده. تو درباره خوابها، چون بسیاری از خوابها پیشگویی هستند درباره آینده، در آینده این اتفاق میفته. چنانچه در اون خواب پادشاه درباره آینده تذکر داده شد که داره قحط میشه 7 سال. پس
تأویل الاحادیث به معنای تعبیر الرؤیا، این قول اول هست. حسن بصری رحمه الله می فرماید تأویل احادیث به معنای عواقب امور، خدا بهت علم عواقب امور میده. علم عواقب امور چگونه؟ ببینید یوسف علیه السلام خواب را که تعبیر کرد، تنها خواب را تعبیر نکرد، به اونها راهکار داد. خداوند بهش فن مدیریت داده بود، راهکار داد، این مسئله را پیشا پیش مدیریت کرد. گفت که 7 سال شما چیکار کنید؟ گندم ذخیره کنید، گندم زیادی انبار بکنید، بعداً 7 سال دیگه که خشکی میاد، قحطی میاد، همین گندم های انبار را، گندم های سیلوها را کم کم تقسیم کنید. خب این بالاخره دوراندیشی هست، این مدیریت هست، این عواقب امور هست که حسن بصری میفرماید. پس بعضی میگن و یعلمک من تأویل الاحادیث، این علم را که دوراندیشی و این که برنامه ریزی دقیق بکنی خدا بهت میده. و بعضی دیگه مثل امام زجاج میگه که و یعلمک من تأویل الاحادیث، یعنی خداوند به تو علم کتابهای آسمانی میده و علم احادیث انبیا را بهت میده، انبیاء گذشته را. بعضی میگن اشاره به نبوت است، خدا بهت نبوت میده. همه اینها میتونه باشه. لذا الله می فرماید یعقوب به یوسف گفت و یعلمک من تأویل الاحادیث، ای پسر دلبند من، خدا به تو تعلیم میده، آموزش میده، عواقب امور را یا تعبیر خواب را یا نبوت را بهت میده. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، یعنی خدا واو تفسیریه هست، یعنی خدا تکمیل می کند نعمت خودش را بر تو ای یوسف، و نه تنها بر تو بلکه به برکت و به طفیل تو و علی آل یعقوب، بر تمام آل یعقوب الله لطف می فرماید. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، همان گونه که تکمیل کرد اون نعمت را بر پدران تو، دو پدر تو که قبل از این بودند، یعنی ابراهیم و اسحاق. به اونها خدا چه لطف کرد؟ به اونها دین داد، به تو هم میده، نبوت داد. ان ربک علیم حکیم، بدون شک رب تو هر چیز را داناست و کارهای رب تو با حکمت است. علی ای حال پدر یوسف علیه السلام این نتیجه را و این تعبیر را برای یوسف علیه السلام بیان کرد. حالا الله عزوجل در وسط قبل از اون داستان اصلی یه جمله معترضه بیان می‌فرماد. این جمله معترضه چیه؟ لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، برای یوسف و برادرانش آیات هست، یعنی نشانات هست. یعنی در داستان یوسف و برادرانش یک نشانی نه، 10 نشانه هست. از این نشانات چه کسانی میفهمند؟ سائلین، سوال کنندگان. تفسیر راجح اینه که منظور از سائلین همون یهودی هستند. اون یهودی هستند که از درباره خاندان یعقوب گفتند از پیامبر بپرسید که چی شد از شام سرشون به مصر افتاد. لذا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این داستان را تعریف بکنند، برای اونها آیات و نشانات زیادی دال بر نبوت رسول الله خواهد بود. یعنی اونها متوجه میشن که این نبی خداست، اونها میفهمند. ولی اگر ایمان نمی آورند از روی تعصب است، از روی عناد است. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبا، چه چیزی باعث ناراحتی برادران بود؟ زمانی که آنها گفتن یوسف و برادرش بنیامین احب الى ابینا،
به پیش پدر ما محبوب تر است از ما و نحن عصبة، در حالی که ما گروهی هستیم، ما جمعی هستیم، ما جماعتی هستیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، همانا پدر ما در اشتباه است. ضلال به معنی خطا اینجا هست، بیراهه، راه را اشتباه میده. به جای اینکه ما را دوست داشته باشه تمام کارا را ما میکنیم، آب میاریم، گوسفندان را به چرا میبریم، ما یحتاج خانه را میاریم، اونها را چرا دوست داره؟ لذا چه باید کرد؟ با هم مشوره گرفتن. اقتلوا یوسف، یوسف را بکشید، او اطرحوه، یا بیندازید او را که ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، چنان بلاد دوری، چنان سرزمین دوردستی که یخلو خالی بشه، یعنی خالص بشه برای شما چهره پدر، یعنی توجه پدر. بعد از اون پدر فقط شما را داشته باشه، فرزندانش فقط شما باشه، توجهش به شما باشه، حالا کل توجهش به یوسف است. و تکونوا من بعده قوما صالحین. شیطان چطور انسان را فریب میده؟ اینجا هنوز گناه را نکردند، جرم را نکردند، پیشا پیش توبه را در دلشون دارند. میگه گناه میکنیم بعدا توبه میکنیم، این کار را میکنیم بعدا توبه میکنیم. علامه ابن کثیر نوشته فاضمر التوبه قبل الذنب، یعنی توبه را قبل از گناه در دل داشتند. همه ما اینطور هستیم. حالا معلوم نیست که توفیق توبه بشه یا قبل از اون مرگ بیاد. هر کسی میگه همین کار را میکنم بعد توبه میکنم، این معامله را، این فلان را، این کار را مناسب نیست، بعد توبه میکنم. لذا معلوم نیست که فرصتی برای توبه فراهم بشه، خدا اجازه بده یا الله تعالی به خاطر بعضی از گستاخی ها و بی ادبی های بندگان اونها را بیشتر گرفتار میکنه، بیشتر به فساد میکشه. لذا اینها همین را گفتن که این کار را بکنیم یا بکشیم. بعضی گفتن بکشیم، بعضی گفتن نه بندازیم یک سرزمین دوردستی. و تکونوا من بعده قوما صالحین، بعد از اون قوم صالحی بشید، یعنی توبه بکنیم، بعد جبران میکنیم، عبادت میکنیم، خدا را راضی میکنیم. قال قائل منهم، گوینده از اونها گفت وقتی مشوره قتل دادن، گفتم من با قتل مخالفم. لا تقتلوا یوسف را نکشید. و القوه فی غیابت الجب، اون را بیندازید در چاهی گمنام. چاهی گمنام که مردم خود ما از اون چاه خبر داشته نباشه، یه چاهی باشد که معروف نباشد. یلتقطه بعض السیاره، تا اینکه بعضی از کاروانی ها، یعنی یک کاروان بیاد و او را بچیند، یعنی ببیند، او را جمع کند. ان کنتم فاعلین، اگر میخواهید این کار را بکنید، شما بالاخره همین کار را با یوسف بکنید. یوسف را ببرید یه جایی بندازید که یک تو چاهی که کاروانی بیاد او را ببیند، اونا برای خودشون ببرند. لذا بالاخره به همین نتیجه رسیدند، به همین جنبندی رسیدند. حالا میگویند این برادر بزرگ هست، یهوذا یا یهودا اسمش هست. یهوذا این مشوره را داد، او با قتل یوسف مخالف بود. بالاخره برادرها رفتن پیش پدر و مقدمه عنوان کردند. مقدمتا گفتند ای پدر، مدتی هست احساس میکنیم نسبت به ما بیمیل هستی، بر ما اطمینان نداری، به ما اعتماد نداری و ما را از خود نمیدانی. درباره یوسف فکر میکنیم ما دشمنیم، دزد بریش خود پری دارد. ما نیستیم، ما خیرخواهیم، ما دوستش داریم، برادر ماست. لذا این خواهشی که داریم اون با ما بفرست، ما فردا میریم تفریح و خود میبریم، بالاخره خوش میگذرد، هم برای ما هم برای او، و تا بعد از ظهر بازی میکنیم، تفریح میکنیم، بر میگردیم.
اینا به پدر گفتن. چیزی گفتن که خب پدر وقتی احساس بکنه برای بچه باعث خوشایندی میشه اجازه میده. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا علی یوسف، گفتن ای پدر ما چرا به ما اطمینان نداری، اعتماد نداری بر یوسف، در حالی که و انا له لناصحون، همانا ما ناصح او هستیم، ما خیرخواه او هستیم، از دل و جان او را دوست داریم. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، او را با ما فردا بفرست تا بچرد و بازی بکند، بگردد و بازی بکند. و انا له لحافظون، اگر درباره او دغدغه داری، درباره او پریشان هستی، ما از او محافظت میکنیم، ما تضمین میکنیم که نگهبان او باشیم. اما پدر یه چیزی میگه که خودش در واقع دیوانه را به یاد خرمن انداختن است. الله عزوجل مقدر کرده همینها را به زبان یعقوب بیاره. اینا انسان هستن برای خودشون تدبیر میکنن، اما تدبیر اینها در راستای تدبیر الهی قرار میگیره. قال انی لیحزننی، همانا اون چیزی که مرا غمگین میکند، مرا پریشان دارد، این هست که ان تذهبوا به، اینکه یوسف را ببرید، و اخاف ان یأکله الذئب، می ترسم گرگ او را بخورد، و انتم عنه غافلون، شما از او غافل باشید. شما جای دیگه بازی بکنید، جای دیگه مسابقه بدید، جای دیگه تماشایتون مشغول باشید، یوسف جای دیگه باشه، گرگ او را ندرد. قالوا لئن اکله الذئب، گفتن اگر گرگ او را بخورد، و نحن عصبه، در حالی که ما یک جماعت 10 نفره هستیم، پس بدان که از ما بدبختر و زیانکارتر نیست. و انا اذا لخاسرون، ما در این هنگام از زیانکارترین انسان هستیم، ما عاجزیم دیگه، ضعیفیم، ما دیگه مرد نیستیم. تعبیراتی که مردها میگویند این دیگه بیورزگی ما رو میرسانه. 10 نفر باشیم گرگ از پیش ما برادر عزیز ما رو ببرد، نخیر. یعقوب علیه السلام اینقدر نمیداند، به این اندازه غیب ندارد که گرگها خود همینها هستند. همینها تصمیم گرفتن برای یوسف. فلما ذهبوا به، زمانی که او را بردند، حالا کیفیت بردنش را قرآن نگفته، بیشتر در کتابهای بنی اسرائیلی هست، لا نصدق ولا نکذب، ولی هست که خب مسلم یعقوب چنان دلبسته یوسف بود که یعقوب یوسف را آخر فرستاد و بدرقه هم کرد، تا جایی که چشمش کار میکرد، چشمش به یوسف دوخته بود. اونا هم تا جایی که پدر میدید یوسف را ناز میدادن، یوسف را بدوش میگرفته. هر یکی میگفت، اون میگفت من باید بدوش من باشه، دیگری میگفت نه بدوش من باشه. یوسف را بدوش گرفتند و یعقوب احساس میکنه چه محبتی فرزندان من با هم دیگه دارند. لذا یعقوب مطمئن تر شد، بردن یوسف را تا جایی که میدید. بعد از اینکه نمیدید، یا از تپه اون بر شدند، یا بالاخره از چشمان ناپدید شدند، وقتی که روستا دیده نمیشد، کنعان دیده نمیشد، دیگه یوسف را پایین آوردند. وقتی که پایین آوردند شروع شد کتک کاری، یکی لگدی بزن، یکی پسگردنی بزن، یکی مشتی بزن، یکی سیلی. یوسف تعجب کرد چی شد اینها را؟ چرا عوض شدند؟ این برادران مهربان قبلی حالا این از دشمنم بدتر شدن. در بعضی از روایت هاست که یعقوب مبارزه کرد، مقاومت کرد، نخواست بذاره، اما چون بحث تفریحی بود و بازی بود، یوسف هم بچه‌ای بود، یوسف اصرار کرد بابا بذار. محبت برادران را دید، تفریح را شنید و یعقوب به خاطر خود یوسف گذاشت، نخواست دل یوسف را بشکند. یوسف هم امیدوار، طمعدار. اینجا وقتی که این برخورد را میبینه،
از آیات قرآن معلوم میشه که یوسف همونطور که کوچک بود خدا بهش فراست داده بود، فهم داده بود. لذا یوسف علیه السلام صبر کرد. اینا هر چی می زدن، چنان زدن تمام بدنش لباسش پرخون شد. لذا یوسف علیه السلام هیچی نگفت. لذا الله می فرماید فلما ذهبوا به، زمانی که او را بردند، و اجمعوا، با هم اجماع کردند، یعنی با هم سخنشون را یکی کردند، ان یجعلوه فی غیابت الجب، اینکه اون را قرار بدهند در یک چاه گمنامی. اما اونجا وقتی که به یوسف ظلم میشد، ستم میشد، یوسف کتک میخورد در چاه، وقتی که رها شد، خدای عزوجل در دل به یوسف وحی کرد. حالا وحی الهی چی هست؟ وحی گاهی این هست که فرشته را بفرستد. زمانی میشه که پیغمبر میشه. قبل از پیغمبری هم خدای تعالی بر پیغمبران وحی میکند. وحی به وسیله خواب هم میآید، وحی به وسیله که خدا در دلش یک چیزی را القا میکند، یقین میکنه همین میشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت ام المؤمنین عایشه میفرماید تا 6 ماه همش خواب میدید. خوابهایی میدید که خوابهایش اصلا برو برگشت نداشت. هر خوابی میدید، هر جریانی را میدید در خواب، اون جریان در بیداری بعداً اتفاق میافتاد. گویا خداوند در خواب به پیغمبرش وحی میکرد که این اتفاق میفته، این کار میشه. پس قبل از نبوت هم به طرقی فرشته نمی آید، ولی به طرقی بر پیغمبران وحی می آید. حالا اینکه در این فیلم تا یک حدی درسته، اما بخش زیادی از این فیلم خلاف است، واقعیت نداره. در همین فیلمی که درست کردند و قطعا اکثر شما دیدید، در این فیلم میاد که مثلا تو همون چاه جبرائیل امین آمد، این اثبات ثبوت نداره. خدای تعالی گاهی وحی میکند، یعنی در دل القا میکند، در دل یه چیزی میندازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از سورتهای وحی را فرمود القی فی روعی، یعنی در دل من این حرف آمده از طرف خدا. پس خدا در دلش محکم این حرف را قرار داد. یوسف هم یقین و باور کرد که همین میشه. خدا در دلش چی انداخت؟ در دل یوسف انداخت که لتنبئنهم بامرهم هذا. تنبئنهم یعنی حتما، لام تأکید، نون تأکید. بر اساس گفته بعضی از مفسران این دوتا تأکید که سر هم بیاد به معنی قسم، سوگند به ذات من که یه روزی میاد که تنبئنهم، شما اینها را خبر میدی، تو اینها را میگی که چرا این کار را با من کردی، یک روزی رو در رو اینها را ملامت میکنی. یعنی صبر کن ای بنده عزیز من، صبر کن. می آید اون ساعتی که لتنبئنهم، حتما به اونها خواهی گفت، به اونها خبر خواهی داد، به امرهم هذا، این امرشان را. لذا اینها را میگی و هم لا یشعرون، اونها نمیدانند از عاقبت این کار. الان دارم به تو میکنم، با تو این ظلم را، این اجحاف را نسبت به تو انجام میدهند، فردا تو به اینها خواهی گفت. وقتی که برادران آمدند و صبر یوسف لبریز شد، یا اینکه خدای عزوجل به یوسف اجازه داد الان خودش را معرفی بکند، همین گفت. یوسف گفت که هل علمتم ما فعلتم بی یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟ میدانید شما با یوسف و برادرش چی کردید؟ شما جاهل بودید، نمیدونستید، از روی جهل و نادانی چی کردید با یوسف؟ اینا تعجب کردند که این از کجا یوسف را میشناسند، ما که نامی از یوسف با این نبردیم، گفتیم یه برادری از ما بوده، گم شده، گل خورده. نگو که این همون یوسف است، این شکلش که ما میگیم آشنا است، یوسف است. ازش پرسید اینک لانت یوسف؟ قال انا یوسف و هذا اخی،
بالاخره اون آیات میاد در پایان سوره. پس لتنبئنهم همون آیه هست. خداوند در دل یوسف القا کرد، به یوسف وحی کرد. یوسف بچه خردسالی بود، بچه بین 8 سال تا 10 سال قیاس میشه از واقعات که خدا در دلش القا کرد. لذا لتنبئنهم بامرهم هذا، غم مخور، یه روزی خبر میده اینها را به این کارشون، به این جنایتشون، به این کوتاهیشان، و هم لا یشعرون، اون وقت اونها از عاقبت امر چیزی نمیدانند. برادران یوسف از آنجایی که با یوسف کینه داشتند، حسادت داشتند، به خاطر اینکه یوسف علیه السلام محبوب پدر بود و عزیز پدر بود، این برادران توطئه کردند، میخواستند یوسف را سر به نیست بکنند، یا اینکه اتفاقی پیش بیارند که یوسف برده بشه به یک منطقه دوردست. اون زمان بهتر میدانید که زمان ارتباطات نبود، بهترین مراکب و سواری ها اسب و شتر بود. کسی که میرفت در یک منطقه برای همیشه دیگه میرفت، هیچ ارتباطی دیگه نمیتوانست با خانواده داشته باشد، بالخصوص زمانی که بچه باشد، طفل باشد. بنابراین این برنامه ریزی را کردند، یوسف علیه السلام را در اون چاه گمنام و چاهی که معروف نبود، مردم نمی شناختند مگر اینکه کاروان اتفاقی بیاید و اون چاه را ببیند، در اون چاه قرار دادند. خودشان آمدند، برگشتن خانه، اما چند مکر کردند. مکر اول این که وجاءوا اباهم عشاء، پیش پدر به وقت عشاء آمدند. حالا عشاء منظور شب هست، به وقت شب آمدند. پدر از آخر روز، از نزدیک غروب منتظر اونها بود، بی صبر بود، سراسیمه بود برای برگشتن یوسف علیه السلام، اما اینها در اون روز نیامدند. این خودش یک مکریه، میخواستند وانمود کنند، نشان بدهند که ما تا حالا گشتیم، تا حالا تلاش کردیم، همه جا بالاخره تا اینکه یوسف را پس بگیریم نتوانستیم و اون حیوان دور رفت. و بعضی میگویند مفسرین شاید هر دو علت باشند که انسان وقتی که چهره دروغینی داشته باشد، گریه های مصنوعی داشته باشد، گریه های دروغی داشته باشد، از لب و لهجهش مشخص میشه که دروغ میگه. واقعیت تا دروغ برای انسانی که فراست داشته باشه تشخیصش خیلی راحته. اون کسی که به دروغ گریه میکند و اون کسی که واقعا راست هست. به این خاطر اینا شب آمدن که اگر شب تاریک بود و زمان لامپ چیزی هم نبود، برق هم نبود، به وقت شب اگر گریه بکنند، اگر تصنعی بکنند، اگر خودشون را مغموم نشان بدهند، داد و فریاد بکنند، آه و فغان بکنند، دیگه یعقوب علیه السلام نمیبینند، متوجه نیست که اینها دروغ میگویند. لذا یک دلیل دیگه این بود که به وقت شب آمدند. این توطئه اول بود، مکر اول بود. این را میگم مکر عملی. مکر عملی دوم این بود که یبکون، شب که آمدند گریه میکردند، داد و فریاد به راه انداختند. پدر تعجب کرد، این وقت دیر آمدند، تا به حال منتظر بوده و سر و صدا دارند، از همون دور که می آیند در حالت گریه می آمدند، داد و فریاد، سر و صدا. پدر فورا پرسید که چی شده؟ اون دوتا مکر عملی بود، الان مکر قولی، مکر که در گفتار اونها بود. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق،
ای پدر ما رفته بودیم با هم دیگه مسابقه بدیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف را گذاشتیم کنار وسائل من، وسائل لباسی، عرض کنم که کفشی چیزی که داشتند، نعلی داشتند. ما فاصله داشتیم که فاکله الذئب، گرگ آمد و او را خورد. اما پیشا پیش به پدر میگویند که ما میدانیم تو بر ما اعتماد نداری، به ما حرف ما را باور نداری، قبول نداری. و ما انت بمؤمن لنا، مؤمن به معنای مصدق هست، یعنی تو ما را تایید نمی کنی، تو تصدیق نمی کنی ما را. ولو كنا صادقین، گرچه ما صادق باشیم ولی ما صادقیم، ما راست میگیم. خودشون به خودشون گویا شک دارند که با این شک و تردید مطرح می کنند. و بعد مکر چهارم اینه که پیراهنی آوردند. قرآن میگه پیراهنی با خون دروغین، و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، بر قمیصش را آوردند، اما بر قمیص چی بود؟ خون کاذب بود، خون دروغین بود. یعنی جاءوا بدم کذب علی قمیصه، آوردند که بر اون جامه، بر اون پیراهن خون دروغین بود. حالا قرآن مشخص نکرده این خون دروغین چه خونی بود. مفسرین گفتند حالا هر چیز احتمالش هست. بعضی میگن پرنده ای را گرفتند و کشتند، بعضی میگن خرگوشی را، بعضی میگویند که از همون بره هایی که داشتن یک بره ای را کشتند. بالاخره هر چی بوده، اون چیزی که قرآن میگه یه خونی نشان دادن بر پیراهن یوسف علیه السلام که اون خون دروغین بود. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیه السلام همون ابتدا متوجه شد که اینا همه دروغ است، همه مکره. به همین خاطر یعقوب علیه السلام از همون ابتدا نسبت به خودشان نداد این سیرت یعقوب. میگه نفس شما، یعنی نفس شما که نفس اماره هست و نفس که تابع شیطان هست، اون نفس برای شما نقشه ای را ترسیم کرده، نقشه ای را زیبا قرار داده، شما اون نقشه را اجرایی کردید، عملی کردید. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکه تزیین کرده، زیبا کرد برای شما نفس شما کاری را. این کاری که شما با من کردید، این بالاخره در درون شما و بر اساس اون نقشه نفسانی و شیطانی شماست. لذا من چه کار میکنم؟ فصبر جمیل، ای صبری صبر جمیل، صبر من صبر جمیل خواهد بود. یعقوب علیه السلام دریافت که الله عزوجل وقتی که به اون جایگاه و مقام عالیه‌ای که قرار هست یوسف علیه السلام را برساند، در اون مسیر امتحانات است. متوجه شد که استارت امتحان زده شد، آغاز شد امتحان، ولی چون علم غیب ندارد پیامبر، نمیداند تا کی این امتحان ادامه دارد. فقط همون ابتدا اعلام میکند که صبر من صبر جمیل خواهد بود. صبر جمیل چه صبری را میگویند؟ اون صبری که در اون شکوه نباشد، اون صبری که انسان هیچ شکایتی نکند. اگر کسی بگه من گریه نمی کنم، بعدا بگه که ای خدایا این چه کاری بود تو با من کردی، این صبر نشد. بعضی ها وقتی که برایشون مصیبت میاد، برایشون مشکل میاد، وقتی که تلقین به صبر می شود و گفته میشه که صبر کنید، میگه اگر صبر نکنید چه کار بکنیم؟ یعنی غیر از صبر چاره دیگه نداره. این صبر جمیل نیستند. صبر جمیل اینه که انسان هیچ کلمه ای که در اون کلمه گلایه باشد، شکایت از وضع موجود باشد نباشد،
و بجایش حمد و صفات خدا باشد. اون ذاتی که بر من از هر مهربانی مهربانتر است، اون ذات این شرایط را برای من پیش آورده، من در مقابل او تسلیمم. لذا یعقوب علیه السلام این سیرتش است. از همون ابتدا میگه فصبر جمیل. دومین چیز که میگه والله المستعان علی ما تصفون، الله آن ذاتی است که استعانت از او گرفته میشه. این هم سیرت انبیا است و این هم مسلک انبیا است که در هر مشکلی از الله استعانت میگیرند، از انبیای بزرگتر استعانت نمیگیرند. یعقوب علیه السلام پدرش هم پیامبر هست، جدش هم پیامبر هست، هیچ مقامی از نبوت بالاتر نیست. مقام امامان و اولیاء و عرض کنم بزرگانی نه خیلی فاصله داره با مقام نبوت، اصلا قابل مقایسه نیست. هزاران ولی و پیر بیاید در مقابل پیغمبر، عرض کنم که یک درجه کوچکی را نمیتونن داشته باشه. لذا ببینید یعقوب علیه السلام از انبیا که اجدادش هستند، پدر و جدش هست، از اونها هیچ وقت کمک نمیگیرد. کمک والله المستعان. پس مسلک پیامبران این هست، دین خدا و آموزش دین خدا این هست. لذا نباید از غیر خدا کمک خواست. لذا می فرماید والله المستعان، الله آن ذاتی است که استعانت باید از او بشه. ما میشیم مستعین یعنی کمک گیرنده، مگر ما در سوره فاتحه نمی خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الها فقط و فقط تو را پرستش میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. پس ما مستعینیم و الله عزوجل ذاتش مستعان هست یا مستعان منه هست، ذاتی است که از او باید کمک گرفته بشه. علی ما تصفون، بر آنچه که شما تعریف میکنید، بر آنچه که شما بیان میکنید، بر اینها باید در این مسائل باید از خدا کمک خواست. بالاخره یعقوب علیه السلام صبر کرد. امتحان شروع شده، آغاز شده، بسیار سخت است ولی میگذرد. از طرف دیگر قرآن کریم به اون بخش میپردازد اونجا که یوسف علیه السلام بود. معلوم میشه که یعقوب همونطور که صبر میکرد بچه هایش را میفرستاد شما بریم بعد باز هم بگردید. بچه ها به خاطر هم اینکه تکلیف روشن بشه، تکلیف یوسف مبادا یک کسی ببیند و بیارد خونه که اونها رسوا بشند، و هم برای اینکه پدر را هم تسکین بدن، آرامش بدهند، میرفتند، روزها میرفتند و اطراف چاه نگاه میکردند، زیر نظر داشتند تا اینکه کاروانی آمد. اینها از دور نظارگر بودند، دیدن که کاروانی آمد و کاروان وارد خودشون را وارد به کسی میگویند که مسئول آب هست و عرض کنم که مسئولیت تهیه آب برای کاروان را دارد. او را فرستادن که بره آب بکشه. وقتی که او دلو خودش را رها کرد، اونجا یوسف علیه السلام دید و این را امداد غیبی پروردگار دانست، خودش را در اون دلو قرار داد. و جاءت سیارة، قافله آمد، کاروانی آمد، فارسلوا واردهم، وارد خودشان را یعنی مسئول آب خودشان را فرستادند، فادلا دلوه، اون دلو خودش را آویزان کرد، دلو را به چاه انداخت. وقتی که دلو را بالا کشید و این پسرک زیبا را دید، قال یا بشرا هذا غلام، ای کاروانیان مژده شما را، خوشخبری، اینجا غلامی هست، غلامون تنوین برای تعظیمه، یعنی این پسرک یک پسرک بسیار بزرگ و ارزشمند است. از شکلش متوجه شد که چنان سیمای دوست داشتنی داشت، چنان چهره زیبا و درخشان و مظلومی داشت. گفت که این پسر و این غلام
یک غلام بسیار بزرگی هست از نظر ارزش، از نظر قیمت، اما قرآن میگه و اسروه بضاعه، او را به عنوان کالا مخفی کردند. مخفی کردند به چه معنا؟ به این معنا که بقیه کاروانیان، کاروان بزرگی، بقیه نبینند اونها ادعا بکنند، ادعای شراکت بکنند، ادعای همراهی بکنند، لذا از اونها مخفیش کردند. میگویند در رأس این کاروان، این کسی که یوسف را کاروان او و دسته او یوسف را پیدا کرده بود، فردی بود به نام مالک ابن دعر. مالک ابن دعر از عربها بود و از نوادگان سیدنا اسماعیل علیه السلام بود، از فرزندان سیدنا اسماعیل علیه السلام بود. اونها چیکار کردند؟ این را مخفی کردند. قال مجاهد اسره مالک ابن الدعر و اسروه و اصحابه عن التجار الذي معهم في الرفقه، در اون همراهی تاجران دیگری که بوده از اونها مخفی کردند و قالوا هو بضاعه، گفتند این یک کالایی هست که به ما امانت دادن ما برای اهل شام ببریم. صاحبان این چاه دادند. صاحبان این چاه همونایی هستند که بعدا میان باش معامله میکنند. والله علیم بما یعملون، الله عزوجل تمام این اعمال را نظارگر است، میداند که چیکار میکنند. و شروه بثمن بخس دراهم معدوده، آن را خریدند به پول بی ارزشی، دراهم معدودی. حالا خریدن، کی خرید؟ در این رابطه کسانی که ترجمه میکنند و تفسیر میکنند دو قول نوشتند، یعنی همین کاروانیان به یک پول بی ارزشی خریدن. از کی خریدن؟ از برادرانش. برادران آمدند و به خیال اینکه وقتی اینها برنگردانند گفته اینها این غلام ما هست و می فروشیم اگر می خرید. قیمتی گفتند که اون قیمت بسیار معمولی بود که هر کسی آماده بود با اون قیمت بخرد. به این دلیل تا که همون نقشه که اونها داشتن اون نقشه عملی باشد، نیازی به پول نداشتن. و کانوا فیه من الزاهدین، معنیش اینه که در این پول اونها بی نیاز بودند، از پول قناعت داشتند و نسبت به پول بی رغبت بودند، فقط میخواستند این معامله انجام بگیرد تا این کاروان یوسف را مال خودش بداند، بعد از اون دغدغه‌ای داشته نباشد که این مال غیر است، مال مردم است. یه وقتی جار نزنند ما بچه‌ای دیدیم، خب اطراف میدونستند، خبر به یعقوب میرسید. به این خاطر به پول بی ارزشی. اما بعضی دیگه میگویند که اونجا در مصر به پول کمی فروختند. حالا اون پول بی ارزش بعضی 18 درهم گفتن، بعضی 20 درهم گفتن و بعضی میگن نه اونجا در مصر پول خوبی فروختند. اما چون که یوسف علیه السلام یک انسان آزاده بود و یک انسان آزاده ارزشش از هر پولی به مراتب بیشتر است، لذا هر چی پول باشد در مقابل یوسف پول بخس است، پول کم هست، پول بی ارزش است. لذا یوسف علیه السلام را بردن به مصر و در مصر فروخته شد و اتفاقا کسی که یوسف را اونجا خریداری کرد کسی بود که از نزدیکان پادشاه بود، سروزیر بود، مسئول خزانه بود که اونجا به سروزیر یا نخست وزیر میگفتند عزیز مصر بود و خزانه هم در دست او بود. اون زمان بالاخره یک منصب بال چندین نفر بود، هم مسئول وزرا بود، هم مسئول امور مالی بود و اتفاقا فرزند و اولادی هم نداشت. این تمام برنامه ریزی و تدبیر الله عزوجل است. الله تعالی تدبیر می کند برای اینکه به اون جایگاهی که باید یوسف برسد، به اون مقامی که برسد باید برسد. این مرحله دوم زندگی یوسف علیه السلام هست از زندگی روستایی، چون یوسف قرار است هم پیغمبر بشه
اما پیغمبر برای شهری متمدن، برای شهری باستانی، برای شهری که در اون روزها حرف اول را میزد، لذا باید قبل از اون باید بیاید در این شهر، نه در یک خانه معمولی بلکه در یک کاخ، اونم چنان کاخی که تمام اشراف اونجا رفت و آمد دارن، با آداب و رسوم اونها باید آشنا بشه، شرایط اونها را باید ببینه. لذا الله عزوجل این گونه تدبیر فرمود که یوسف بیاید بچگی خودش را و اینکه تا بزرگ میشه در چنین ماحولی بگذراند. لذا حالا از ماحول بادیه، از ماحول روستا و جنگل خارج شده و در ماحول شهر، هم در شهر چه شهری؟ سابقه مصر نسبت به تمام شهرهای دنیا قدیمی هست و بعض همون زمان معلوم میشه که مصر بسیار متمدن بود، مصر بسیار پیشرفته بود، قانون داشت، زندان داشت، دادگاه داشت. اینها را در اون زمان کی داشته؟ همون زمان قدیم مردم شهرها زندگی جنگلی داشتند، ولی مصر که اینها را داشت، این بیانگر این است که یکی از پیشرفته ترین شهرهای اون زمان بود. لذا الله می فرماید وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، گفت اون کسی که یوسف علیه السلام را خریداری کرد. قرآن مجید به سمت اسامی و نامها کی بود و چه کاره بود و شغلش چه بود به این مسائل اشاره نمی کند، چون قبلا بارها خدمت شما عرض کردم که این جزئیات وقتی که کتاب تاریخی باشد یا کتاب قصص و داستان باشد، افسانه باشد، همه جزئیات را میگه. این فرد اسمش فلان بود، اسم زنش فلان بود، فلان سمت را داشت، فلان پست را داشت. قرآن به اینها نپرداخته چون اینها مقصود نیستند. یه وقت ذهن با اینها گرفتار نشه. در کتابهای بنی اسرائیل آمده، در کتاب مقدس که کتاب مقدس شامل تورات و انجیل هست، عهد قدیم و عهد جدید است، در اون کتاب مقدس آمده و اونجا هم چندین روایت هست. اون چیزی که مفسرین ما گرفتند از حدیث نگرفتند، چون در حدیث وقتی در قرآن نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم این احرام بیان نکردند، اما در روایت های بنی اسرائیل هست و صحابه هم همینها را روایت می کنند. بعضی میگن که اسمش قطفیر بود، اسمش قطفیر بود، چنانچه ابن عباس میگه. ابن عباس هم اینا از علماء یهود میشنیدن. قال ابن عباس انما اشتراه قطفیر وزیر ملك مصر وكان هذا العزيز الذي اشترى یوسف. همین عزیز بود که یوسف را خریداری، عزیز بود، اسمش قطفیر بود. بعضی میگن که اسمش فوتیفار بود، اسمش فوتیفار بود. بعضی اسامی دیگری هم گفتن، یک تفسیر نشته قطیفار. بالاخره هر نامی داشت. قرآن میگه اون کسی که خرید. به زنش گفت، اسم زنش را هم قرآن ذکر نکرده چون مقصود نیست، هدف نیست، مورد بحث نیست. اینم تو کتاب‌های اسرائیلی نوشته. دو تا قول هست، یکی اسمش زلیخا بود. همون زلیخا چند صورت خوانده میشه، بعضی میگن زلیخا، بعضی میگن زلیخا، بعضی میگن اسمش راعیل بود. بالاخره به زنش گفت اکریمی مثوا، اکریمی مسوا عسى ان ينفعنا. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید چند نفر بودن که در قرآن مجید ذکرشون آمده، از سخنانشون معلوم میشه که اینا خیلی با فراست بودند. یکی دختر شعیب علیه السلام که دختر شعیب به پدرش گفت که بابا این مردی که من دیدم، اشاره به موسی میگه، این خیلی قوی و امین بود. بهترین کسی که تو به عنوان اجیر بگیری کسی باید باشه که قوی و امین. چون اون دختر با همون
نگاه اول تشخیص داد که موسی علیه السلام چه قدرتی داره و چقدر امین و پاک است. لذا هر کسی با یک نگاه انسان ها را نمیشناسه. دختر شعیب با یک نگاه شناخت. این فرد قطفیر عزیز مصر یا پوتیفار، این هم با همون نگاه اول تشخیص داد که این شخص یه شخص معمولی نیست. یک شخص تو حدیث ما داریم که اطلب الخیر من حسان الوجوه، خیر را از چهره های زیبا بطلبید و بخواهید. یعنی وقتی دیدی طرف چهره بسیار زیبا دارد، زیبا که درک و تشخیصت بالا باشد، فراست را، عقل را، دانایی را، حکمت را در او ببینی، بدون که تو این چهره خیر است. لذا او از چهره تشخیص داد. هنوز با یوسف زندگی نکرده، هنوز یک شب ندیده او را، به محض اینکه دید میبیند این وقار را، این متانت را، این سنگینی را، این حیا را، ادب را، این زیبایی ظاهری را، این چشمان باهوش را، این حرکات هوشمندانه را، انسانی که خودش باهوش باشد همین نکات را دقت میکند. لذا در همون وهله اول شناختی که این یک فرد معمولی نیست. به این خاطر به زنش چی گفت؟ نگفت با غلامهای دیگه، با برده دیگه، میگه اکرمی مثوا. زن اون جایی که برای این در نظر میگیره جای خوب، این مثل یک برده معمولی نیست. گرچه پسرکی هست ولی معلوم میشه که خیلی فراست داره، خیلی باهوش هست. عسى ان ينفعنا، این توقع هست، این امید هست که برای ما به ما نفع برساند، از این ما خیر ببینیم، یا اینکه بالاخره در آینده این یکی از بهترین برده های ما بشه که کل خیر در این هست، یا اینکه بهتر از اون، محبوبتر از اون، اصلا برای خودمون فرزندی قرارش میدیم. او نتخذه ولدا، همینطور که ما اولاد نداریم، ما فرزند نداریم، به عنوان متبنا، به عنوان پسر خوانده، به عنوان فرزند خوانده خودمون قرار میدهیم. لذا ببین که مثل یک غلام بایی رفتار نکنی، مثل یک برده رفتار نکنی. حالا اون ذاتی که این مهر را به دل قرار میده، اون ذاتی که به دل این مردم قرار میده که این را باید چطور ازش مراقبت کنن، چطور نگهداری کنن، چطور اکرامش کنن، چه عزتی بهش بدن، این کیه؟ پروردگار هست، رب العالمین هست. اون ربی که قبلا ما خواندیم که اون رب تدبیر میکند، اون رب تدبیر میکنه، اون رب برنامه ریزی را خودش میکنه، چون اون هدف والایی که مد نظر است باید به اونجا برسه. لذا الله میفرماید وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما جای دادیم، تمکین دادیم یوسف را در زمین، ارض مصر است، تا اینکه در آینده ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تا اینکه به او یاد بدهیم، به او آموزش بدهیم، من تأویل الاحادیث، تأویل احادیث را. تأویل احادیث را ما قبلا خواندیم، بعضی میگن تعبیر خواب، بعضی میگن نبوت، بعضی میگن عواقب امور، که همه اینها میتونه باشه. هم خدا بهش در آینده میخواد نبوت بده، هم الله تعالی نسبت به عواقب امور به او فهم و فراست بده، هم علم تعبیر خواب را بده. والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. الله بر امری که میخواد انجام بده، بر اون امر خودش غالب است. الله میخواد بنده را عزت بده، جایگاه بده، حفاظت کند، الله انجام میده. هر چی که دیگران توطئه بکنند، هر چی که دیگران برای بی آبرویش برنامه ریزی کنند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. اکثر مردم بیچاره ها به اسباب و به این مسائل متوسلن، به رب اسباب نگاه نمی کنند. لذا الله که این تدابیر را کرد، این برنامه ریزی را فرمود، به خاطر اینکه به اون جایگاهی که
الله مد نظر داشت میخواست او را برساند. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. الله عزوجل میفرماید وقتی که یوسف علیه السلام به سن رشدش رسید، بلغ اشده، منظور جوانی هست، قوت هست. بلوغ قبل از اون میشه و بلوغ هم میتونه مراد باشه، هم بلوغ، هم جوانی، هم رشد، هم قوت عقل و فهم و فراست. وقتی که به کمال رسید الله میفرماید آتیناه حکما و علما، ما به یوسف حکم و علم دادیم. حکم را بعضی از مفسرین تفسیر کردن حکومت، مگه در این زمان به یوسف حکومت داده شد؟ نه، حکومت بهش هنوز نرسیده، هنوز به عنوان یک برده هست. مفسرین نوشتن حکومت یعنی علم حکومت، چون در دربار حاکم بود، در خانه حاکم بود، علم حکومت خدا بهش داد. فرزند روستا بود، فرزند بادیه بود، جنگل بود، اما چون اینجا تربیت یافت، اینجا بزرگ شد، الله عزوجل حکومت داری را بهش نشان داد، چون در آینده قرار است حکومت به دستش برسد. به این معنا هست حکما و علما. علم یعنی نبوت. در همین زمان الله تعالی بهش نبوت داد. و کذالک نجزی المحسنین. این گونه ما پاداش میدیم بندگان مخلص خودمون را. احسان به معنای اخلاص، خدا را طوری عبادت کردن که فقط خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. این یعنی اخلاص. دیگه کسی منو نمیبیند، با دیگه کسی کار ندارم. لذا معنی نیکوکاری هم میاد، ولی ما بیشتر به معنی اخلاص میگیم. ما مخلصین را این گونه پاداش نیک میدیم. اما اون مرحله اول امتحان مرحله سختی بود. این مرحله دوم امتحان هست. این مرحله به ظاهر آسانی هست اما سخت‌تر است. انسانها را خدای تعالی به دو صورت امتحان میکنه. خوب توجه بکنید. گاهی امتحان با نقمت، گاهی با نعمت، گاهی با مصیبت است، گاهی با نعمت است. امتحان مصیبت آسان‌تره. امتحان مصیبت آسان‌تره. انسان در یک حالت اضطراری هست، بیشتر با خدا است. لذا با خدا وقتی که انسان ارتباط داشته باشه، راز و نیاز داشته باشه، این انسان کمتر، به شرطی که مؤمن باشد، این انسان کمتر شکست میخورد، کمتر ناموفق میشه. اما امتحان نعمت خیلی سخت. خدای عزوجل همه چیز با فراوانی وقتی که میده، همه امکانات فراهم بیسته، این انسان زود بالاخره فریب میخوره. به این خاطر این امتحان الان در کاخ هست. امتحان سختی نیست، امتحان در آسانی هست. این سختره. یا به تعبیر دیگه بگیم که امروز مردم را بعضی از خواص در امتحان هستند. بعضی ها را امتحان میکنن با تهدید، بعضی را امتحان میکنن با تطبیع. الله امتحان میکنه. بعضی زیر تهدید هستند. تهدید زیاد مشکل نیست، انسان خودش را نمیفروشد. انسان میگه مرگ که راه حق است، در مسیر حق میمانم. اگر آمد مرگ میاد دیگه. مرگ بدون شرایط سخت هم میآید، با شرایط سخت هم میآید دیگه. اما بعضی که امتحان میشن با تطمیع، با درهم و دینار، با دلار و یورو، این امتحان سخت. انسان اینجا انسان خودش را میبازد. لذا مواظب باشیم که خدا ما را با نعمت، با فراوانی ها وقتی امتحان میکنه گول نخوریم، خودمون را نبازیم. لذا حالا یوسف در کاخ هست، بهترین لباس، بهترین غذا، بهترین عزت و اکرام.
حالا امتحانات شروع میشه. امتحان اول همینه که جوان هست، جوانی غریزه دارد، جوانی نیازهایی برای جوانان هست. بیشتر انسانها که فریب میخورند، شکست میخورند و دچار مشکل میشوند، مردود میشوند در امتحان، در جوانی هست. وقتی که سن انسان به یک سن پختگی برسه، انسان از 40 و 50 رد بشه، کمتر انسان دچار لغزش میشه، کمتر فریب میخوره. لذا در جوانی جوانان باید مواظب باشند. در جوانی انسان چون اون غریزه های درونی که هست، چه اون غریزه جنسی باشد، چه حب مال باشد، به دست آوردن مال از راه نامشروع، چه مال را انسان به دست بیارد، چه بقیه مسائل که اشارتا گفتم، در جوانی انسان زودتر فریب میخورد. لذا اولین مرحله سخت یوسف اینه که جوان شده و بعد دومی اینه که یوسف به سمت یک کار نازیبا، یک کار غیر اخلاقی که زنا و بی‌عفتی باشد دعوت داده میشه. حالا خیلی ها در دنیای ما هستند که این جوان خودش طالبه، یعنی معمولا مردها طالب هستند، مردها دنبال بالاخره این کار فاسد میروند. کمتر اتفاق پیش میاد که زنی او را دعوت بده، این هم هست متاسفانه، ولی بیشتر خود مردها دنبال این مسائل میروند. این هم بالاخره امتحانی است که خیلی ها ناکام میشن. اما وقتی که مرد باشی، جوان باشی و برعکس بشه، طالب نباشی، مطلوب باشی، طلب و تقاضا از طرف زن باشه، این مرحله امتحان را چی میکند؟ سخت‌تر میکند. لذا قرآن میگه وراودته، یوسف را طلبید، از یوسف درخواست کرد، از یوسف خواهش کرد. چه کسی؟ هم کسی که هیچ مانعی وجود نداره. اینا مرحله به مرحله امتحان را سخت‌تر میکند. حضرت استاد رحمت الله علیه، استاد جاجروی، اینجا تشبیه میداد به یک برگه امتحانی که یک طلبه دارد. سوال اول را نگاه میکنه سخته، میگه بالاخره بتونم شاید با مشکل جوابش بدم. سوال دوم را نگاه میکنه، این از اون سخت‌تره. سوال سوم از اون سخت‌تره. هر چی سوالات جلوتر میره بدتر. لذا یوسف علیه السلام گویا یک برگه سوالی جلوش هست، مرحله به مرحله، قدم به قدم برایش چی میشه؟ سخت‌تر میشه. لذا الله می فرماید وراودته التي ای طلبت ان یواقعها، از او طلب کرد که با او بلا نسبت هم خوابی داشته باشه. کی این طلب را کرد؟ التي هو فی بیتها، اون کسی که یوسف در خانه اوست، یعنی او صاحب خانه است، حکم اوست، دستور اوست، او آمر است، آمره هست، یوسف مامور است، او دستور دهنده است، یوسف اجرا کننده است. تمام دستورات دیگر را اون دستور میده، یوسف اجرا میکنه. اما اینجا اگه اجرا کنه معصیت خالق میشه، معصیت رب میشه، اینجا مجبوره که ایستادگی بکنه. لذا التي هو فی بیتها، این مرحله سوم، جای دیگه نه، جای سوم اینه، همین محل زندگی، همین جایی که یوسف در خانه او هست. طلبید چرا؟ طلبید عن نفسه، یعنی خود یوسف را خواست، برای این کار نامشروع. و امتحان چهارم وغلقت الابواب، درها را بست. حالا غلقت الابواب بعضی ترجمه میکنن قفل کرد، ولی خب در قرآن قفل کردن ثابت نیست، فقط همین بستن در هست. به چه کیفیتی درها را بست؟ بالاخره درها را بست. و مرحله پنجم سختی، و قالت هیت لک، هیت اسم فعل هست، یعنی تعال، بیا.
لد به تو دارم میگم، با تو هستم، کسی دیگه نیست اینجا. من این آمادگی رو برای تو کردم. معلوم میشه که آمادگی لازم را کرد. لذا همه اینها مرحله امتحان را لحظه به لحظه سخت‌تر میکنند برای یک جوان رعنا که او هم زیبا باشد، طرفش هم زیبا باشد، باز طالب اون طرف باشد و اون کسی هست که حاکمش هم هست و بالاخره صاحبش هست، اینم تو خونهش هست. اینا همه بالاخره مرحله امتحان را برای یوسف علیه السلام سخت میکنه. اما یوسف جواب یوسف را قربان پیغمبر برم که چگونه زیبا جواب میده. اولین جواب قال معاذ الله، پناه به خدا. اولین چیزی که میگه به خدا میگه من پناه میبرم. این علت اول که نمیام. علت دوم انه ربی احسن مثوای، همانا اون آقای من هست. ربی گرچه بعضی اینجا گفتن اشاره یوسف به خداوند است، ولی نه، اونا هنوز ایمان نداشتن، اونا خدا را نمیشناختن. انه ربی اشاره به عزیز مصر میکنه، اون آقای فوتیفار، اون آقای قطفیر، اون ارباب منه، آقای من هست، مالک من هست و نسبت به برده های دیگه به من احسان کرد. احسن مثوای، جای من را جای خوبی قرار داد، مرا اکرام کرده، من اعزاز کرده. من چطور با او خیانت بکنم؟ معلوم میشه که اگر به ما مسلمانان کافری اگر احسان کرد، خب اینجا عزیز مصر غیر مسلمان است، کافری اگر احسان کرد ما باید احسان او را در نظر داشته باشیم. اگر بتوانیم جواب احسانش را بدیم، بتوانیم عوض بهش بدیم. خیلی از صحابه هستند در بعضی از جنگ ها، بالخصوص اون چیزی که به ذهنم میاد در جنگ احزاب، در وقتی که بنو قریظه را چی کردند؟ بنو قریظه را محاصره کردند و اسیر گرفتن یهودی ها را. صحابی یکی از این یهودی ها را شناخت. این کسی بود که در یکی از جنگ ها این صحابی را گرفته بودند، جنگ های زمان جاهلیت، و اونجا قرار بود این فرد کشته بشه. همین یهودی نجاتش داده بود، احسان کرده بود. خدمت رسول الله آمد و گفت یا رسول الله این فرد به من احسان کرده، این فرد سبب نجات من شده. من امروز با اجازه شما میخوام که جواب اون احسان را بدم. شما همه اینها را از دم تیغ میخواید بگذرانید، بکشید. این یکی را به خاطر من امان میدم، این یکی را آزاد کنید. رسول الله فرمود کسی را که تو امان میدی ما امان میدیم. لذا ببینید جواب احسان. حالا بعداً چی شد در سوره احزاب میخوانیم. جواب احسان را ولو اینکه طرف کافر باشد سعی کنیم بدهید. لذا یوسف علیه السلام اینجا احسان شناس است. احسان کسی که به او لطف کرده ولو اینکه اصلا بر دینش نیست، اون را یادآوری میگه انه ربی احسن مثوای. آخه این آقای من هست، مالک من هست، جای خوبی به من داده، من اکرام کرده. اگر من این کار را بکنم این ظلم میشه. احسن مثوای جواب سوم هست. چهارم انه لا یفلح الظالمون، همانا شان این است که ظالمان رستگار نمیشوند. کسی که ظلم بکند، کسی که بی عدالتی بکند او کامیاب نمیشه. من چنین ظلمی نمی کنم. اما رب سبحانه و تعالی می فرماید ولقد همت به، زلیخا نسبت به این کار با یوسف تصمیم قطعی گرفت. تصمیم قطعی گرفت. و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، اما این تصمیم یوسف را با شرط گفته قرآن که اگر برهان رب را نمیدید یوسف هم تصمیم قطعی می گرفت. ولی برهان پروردگار یوسف علیه السلام خدا بهش دلیل نشان داده بود. اون دلیل و اون برهان و اون حجت مانع شد که یوسف
تصمیم نگرفت. اون چه بود؟ قرآن چون اینجا مشخص نکرده، مفسرین اقوال متفاوتی دارند، اقوال گوناگون. بعضی از این اقوال ضعیف است. یک قول ضعیفی که هست در بعضی از تفسیرهای ما هم نوشته که این همه از اسرائیلیات گرفته شده. یوسف میخواست این کار را بکند، اما بالای سقف چشمش که افتاد تصویر پدرش را دید، تصویر یعقوب را دید که دست به دندان گرفته که چنین کاری میخوای بکنی. او را که دید عقب نشینی کرد. این پس کمالی نیست. هر کسی از ما پدرمون را ببیند در چنین جایی کاری نمی کند. لذا این اشتباه است، این درست نیست، این ثابت نیست که یوسف علیه السلام پدرش اینجا حاضر شد پدرش را دید. نه، غلط است. دومین قول میگویند که حرکتی زلیخا اینجا انجام داد که یوسف علیه السلام از اون حرکت زلیخا یه برداشتی کرد. اون حرکت اینه که این اتاق یک اتاق خصوصی بود، اتاق مخصوص زلیخا بود و زلیخا یه بتی داشت، یک خدای باطلی داشت که همیشه جلوی او کرنش میکرد و عبادت میکرد. او اینجا بود. اولین کاری که کرد زلیخا یک چادری پرده بر اون انداخت. یوسف علیه السلام گفت این کار را چرا میکنی؟ گفت بالاخره میدونست کار اشتباهی هست، این کار درستی نیست که من دارم میکنم، خدایم نبیند، میخوام که خدای من نبیند که من چه کار میکنم. این چادر را انداختم. یوسف علیه السلام این به دلش آمد که این که خدای دروغین هست، سمیع و بصیر هم نیست. خدای من که سمیع و بصیر است، در هر حال انسان را میبیند و در هر حال انسان را میداند که چه کار میکند. من پس در حضور اون خدا من چطور گناه بکنم؟ این یک توجیه دیگه هست، گرچه نکته خوبی هست در این توجیه، ولی باز هم دلیلی وجود ندارد برای این هم نقل از اسرائیلیات است. ولی از این جهت من خدمت شما عرض بکنم که نکته خوبی هست که هر انسانی وقتی که این استحضار را داشته باشد، این باور را داشته باشد که ان الله سمیع بصیر، خداوند هر حرکت مرا میبیند و هر سخن مرا میشنود. جوان عزیز من وقتی که همیشه بر صفحه دل او این جمله باشد، هیچ وقت گناه نمی کند، هیچ وقت کار اشتباه نمی کند. میگه اون ذاتی که سمیع و بصیر است، او که میبیند و میشنود. من در صورتی گناه میکنم که او مرا نبیند. هیچ جایی نیست که او علمش نباشد، او دیدش نباشد، او سمعش نباشد. از این جهت نکته خوبی است ولی ثبوت نداره. بسیار دیگه میگویند که برهان رب مراد نبوت است. خدا قبلا بهش نبوت داده بود، قبلا خواندیم. همین نبوت خودش عصمت است، عصمت دارد، یعنی نبی را معصوم میکند. نبی از گناه پاکه، نبی مرتکب اشتباه نمیشه. لذا نبوت خودش سبب حفظ یوسف علیه السلام و شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید که اون چیزی که یوسف علیه السلام را باعث نجات یوسف شد و برهان رب، او همون استقامت و ربط القلب است که ما بر اساس اصطلاح شیخ اصطلاح مخصوصی داشتیم. درجات چهارگانه هدایت انسان 4 درجه داره. سومین و چهارمین درجه. سومین درجه اینه که انسانی که در مسیر هدایت قرار گرفته استقامت از خود نشان بده، در مقابل مشکلات صبر کنه. اگر انسان استقامت نشان بده، خداوند ربط القلب نصیبش میکنه که همه اینها از قرآن ثابته. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اصحاب کهف ربط القلب داشتند. هر چی که پادشاه گفت برگردید، گفت نه، ما بر دین
توحیدی هستیم. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، تا اینکه تهدید به مرگ شدن بازم استقامت کردن. پس وقتی که یک انسان عادی، یک ولی خدا، یک دوست خدا میتواند به این جایگاه برسد به استقامت ربط القلب، پس پیغمبر به طریق اولا جایگاه پیغمبر و کیفیتی که پیغمبر میرسه خیلی بالاتر است. باز همین نتیجه همون نبوت میشه. لذا الله عزوجل به یوسف نبوت داده بود و یقین انبیاء، نه اینکه علم الیقین است بلکه که عین الیقین است، همه چیز را گویا با چشم مشاهده میکنند. لذا الله می فرماید لولا الرآ برهان ربه، اگر این برهان رب نبود، اگر این حفاظت پروردگار از یوسف نبود، یوسف هم چنین کاری را اراده می کرد. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الله می فرماید این گونه ما برگرداندیم، منصرف کردیم از یوسف اراده زنا را و فحشا را. سوء میگه اراده زنا، فحشا خود زنا، نه علیاذ بالله زنا کرد، نه اراده زنا کرد. چرا الله تعالی یوسف را حفظ کرد؟ انه من عبادنا المخلصین، همانا اون یوسف از بندگان برگزیده ما بود، از بندگان خاص و برگزیده. الله او را برگزیده بود، انتخاب کرده بود به عنوان خواص. لذا وقتی که یوسف دید که نه اجبار مثل اینکه اون میگه که راه دیگه نیست. اهل تفسیر نوشتن از قبل زلیخا چندین روز بود که دنبال یوسف بود، اشاره و کنایه و همه اینها را، اما یوسف به خود نمی گرفت تا اینکه این روز آخر دیگه درها را بست. واستبق الباب، هر دو دویدن به سمت در، هر دو دویدن به سمت در و درها و اون درهای بسته دیگه برای یوسف باز می شد. معلوم میشه که انسان وقتی که در مسیر حق قرار بگیره، این برداشت هایی هستن که علمای ما از این آیات میکنند و خدمت شما عرض میکنند. انسان وقتی که در مسیر حق باشد و بخواد همین مسیر حق را، این مسیر ترک گناه است که یوسف انجام میده، مسیر اطاعت از پروردگار است. انسان وقتی که در مسیر ترک گناه، در مسیر اطاعت رب قدم بردارد، ولو اینکه جلوش راه بسته باشد، خدا باز میکنه برش. توکل به خدا بکنه، هرچه بنبست هست بنبست ها میشکند، درها باز میشه. لذا الله میفرماید واستبق الباب، هر دو دویدن به سوی در و قدت قمیصه من دبر. معلوم میشه یوسف جلوتر بودی، زلیخا پشت سر، بدو از پشت گرفت و یوسف چون با سرعت میرفت پیراهنش پاره شد از پشت. و الف یا سیدها لدى الباب، یافتند آقای او را، یعنی آقای زلیخا منظور شوهرش را، پیش در، کنار در دیدند. اونجا او دید که یوسف سراسیمه است و داره فرار میکنه. او از همون ابتدا مشخص بود، اون دید که یوسف داره فرار میکنه، او داره تعقیبش میکنه. اما این زن یعنی زلیخا یا زلیخا خیلی زرنگ بود، از همین آیه قرآن معلوم میشه. پیش دستی کرد و اظهار مظلومیت کرد، میخواست خودش را پاک دامن نشان بده. چی گفت؟ قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا، ای عزیز مصر، جزای کسی که نسبت به اهل تو اراده سوء و اراده زنا داشته باشد، جزایش چه خواهد بود؟ دیگه جزایی نیست، پیشاپیش جزا را مشخص میکنه. میترسه وقتی شوهرم نکشه او را، در حالی که شوهرش هم غیرتی نداشت. معلوم میشه ایمان که نباشه غیرت هم نیست، ولی پیشاپیش جزا را مشخص میکنه، چون به دلش میگه هنوز من با یوسف کار دارم. میگه نیست جزای کسی که نسبت به خانواده تو اراده سوئی داشته باشه الا ان یسجن،
مگر اینکه باید زندان بشه او عذاب علیم یا عذاب دردناک باید چندین ضرب شلاق بخوره. لذا این قاضی صاحب خودش مشخص میکنه که این باید چی بشه، این جزایش باید باشه. اما یوسف علیه السلام در این هنگام مجبور از خودش دفاع بکنه. قال هی راودتنی عن نفسی، ای عزیز من این کار را نکردم، این بود که مرا طلبید، از من چنین مطالبه کرد. عن نفسی یعنی خود من را خواست. و شهید شاهد من، او گفت که به چه دلیل؟ شاهدی گواهی داد از اهل زلیخا، یعنی بعد از اینکه مسئله را بررسی کردند شاهدی چی کرد؟ گواهی داد. این شاهد کی هست؟ اون چیزی که مشهور است در بسیاری از کتابها هست که این شاهد طفلی بود. در بعضی از تفاسیر نوشته که این شاهد طفلی بود، بچه‌ای بود، به سنی بود که بچه ها در اون سن حرف نمی زنند، اما این در اون سن حرف زد. اما بعضی از مفسرین این را رد می کنند، چون در حدیث آمده 3 تا بچه در گهواره حرف زدن، این جزء اونها نیست. اما در بعضی روایت ها دیگه 4 تا بچه آمده، این جزء اونها ذکر شده. در بعضی روایت ها 3 تا آمده، یکی از اونها کم این ذکر شده. لذا در بعضی روایت ها ذکر این نیست، الله بهتر میداند این بچه‌ای بود یا غیر بچه. اما معلوم میشه که این بچه نبود. به چه دلیل؟ چون این داره کارشناسی صحبت میکنه، میگه بررسی بکنید پیراهنش را، از پشت پاره هست یا از جلو. حرف درستیه، حرف حقیه، هر کس باشه قانع میشه. اگر بچه بود لازم نبود که این دلایل بیاره. همین که بچه 2 ماهه و 3 ماهه و 4 ماهه در گهواره بگه که مقصر زلیخا هست، این از هر کارشناسی قوی تر است. نیازی نیست که بگه اگر این طوره اگر اون طوره مقصر فلانیه. پس از همین نوع استدلالش بسیاری از مفسران میگه این بچه نبود، اما خیلی ها اصرار دارن که بچه بود. وقال الحسن، حسن بصری و عکرمه و قتاده و مجاهد لم يكن صبيا، اینا همه میگن بچه‌ای نبود، ولكنه كان رجلا حكيما ذا رأي، مرد آزموده‌ای بود، دانشمندی بود، صاحب رأی بود. و بعضی میگن هو ابن عم المرأة فحكمه، این کارمند بود در همین کاخ، سر و صداها را شنید. پسرعموی زلیخا هم بود. او وقتی که آمد بالاخره اون آدم منصفی بود، بر اساس همون انصاف و عدالت فیصله کرد. علی ای حال هر کسی بود، قرآن میگه شهید شاهدون، یه شاهدی گواهی داد. چی گفت؟ این گواهیش بر اساس عرض کردم که اون کارشناسی هست. میگوید که و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل، اگر پیراهنش از جلو پاره شده، فصدقت، پس زلیخا راست میگه، معلوم میشه که یوسف حمله کرده. و هو من الکاذبین، اون وقت یوسف از کاذبین است. و ان کان قمیصه قد من دبر، اگر پیراهنش از پشت پاره شده، فکذبت، پس زلیخا دروغ میگه. و هو من الصادقین، یوسف از صادقین است. بالاخره عزیز خودش حالا بررسی کرد، عزیز مصر آقای پوتیفار خودش بررسی کرد. فلما رأى قمیصه قد من دبر، وقتی که پیراهنش را نگاه کرد دید که از پشت پاره شده، او فورا متوجه شد. قال انه من کیدکن، همانا این از مکر و توطئه شما زنان است. ان کیدکن عظیم، توطئه شما بسیار بزرگ است. کیدکن عظیم، مکر شما عظیم است. حالا مکر زن در مقابل مکر مرد عظیم است. نه اینکه در سوره مبارکه نساء آیه ای هست خدای تعالی می فرماید که ان کید الشیطان کان ضعیفا،
کید شیطان ضعیف است. حالا بعضی اون آیه را در کنار این آیه قرار میدن و به زن میتوپن، میگن زن از شیطان بدتره. به شیطان خدا گفته ان کید الشیطان کان ضعیفا، به زن میگه ان کید کن عظیم، کید شما خیلی بزرگی. دیدم خیلی از مفسران نوشتن هر کسی اینو بگه گناهکار میشه. زن از نظر انسانیت با مرد فرق نمی کند. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، هر کسی عمل صالح بکنه مساوات در قانون خداست، چه مرد باشه چه زن باشه. پس اون آیه یک جای دیگه هست، این آیه اینجا هست، اونجا مقایسه به چیز دیگه هست، اینجا مقایسه به چیز دیگه هست. اونجا بحث تدبیر خداوند هست. در سوره نساء کسی آیه را بخانه سیاق و سباق الله عزوجل برای بندگان خودش چه تدبیری دارد، چه برنامه ریزی دارد، چه نقشه‌ای دارد. از یک طرف شیطان هم توطئه دارد، در مقابل اراده الله خدا می فرماید کید شیطان ضعیفه. کید شیطان ضعیفه در مقابل چی؟ اراده الله، در مقابل کید الله، در مقابل برنامه ریزی خدایی کید شیطان ضعیفه، نه در مقابل زن. بحث زن اونجا نیست، اما اینجا بحث زن و مرد هست. بله، کید زن در مقابل کید مرد عظیم است. زنها بیشتر تو این مسائل بلدند، واردند، مکر بلد است. از این جهت گفته ان کید کن عظیم. لذا جایز نیست، شرعا درست نیست که کسی بگه که کید زنها از کید شیطان هم، معنیش زن هم عضوی از انسان است، یعنی کید انسانها، شیطنت انسانها از اون شیطان هم چی هست؟ بیشتر است، در حالی که انسان اشرف است، از جن اشرف است که به جن، به همون شیطان دستور داده شد انسان را سجده بکند. یوسف اعرض عن هذا، اینجا خطاب میکنه یوسف را، این عزیز مصر میگه ای یوسف تو از این مسئله بگذر، تو از این مسئله بگذر، یعنی بیشتر ادامه نده، بیشتر ما را رسوا نکن. و واستغفری لذنبک، دیگه حکم صادر میکنه به زنش، میگه به زلیخا میگه واستغفری لذنبک، برای این اشتباه و گناه از یوسف معذرت خواهی کن. این واستغفری از خدا که نیست، اونا اینا را گناه نمیدانستند، اونا پایبند شرعی نبودند. انک کنت من الخاطئین، علت اینه که تو خطا کردی، تو اشتباه کردی، اشتباه مال تو هست، لذا به همین بسنده کرد. این آقای شوهر به این بسنده کرد. حالا در ادامه میخوانیم که همه زنهای دربار همه بالاخره دنبال این مسئله بودن، آخر یوسف را تشویق میکردند که شما این کار را بکن، انجام بده. معلوم میشه که غیرت نبود، غیرت بسیار کمرنگ بود و ضعف غیرت و حیا از چی هست؟ از ضعف دین هست. دین که نباشد، ایمان که نباشد، غیرت هم نیست. امروز شما ببینید اروپا را، دین نیست، خودشون را بر دین اهل کتاب میدانن، ولی نه، این فقط عنوانش هست، دین ندارن، اصلا دین نیست، غیرتش هم نیست. دخترش هر جایی که دلش بخواد ارتباط میگیره، پدر جرأت نداره جلوی دختر را بگیره، اگر بگیره قانون پدر را زندان میکنه، محاکمه میکنه. لذا الان این مسائل عادی شده برای اونها. غیرت چون که از ایمان میاد، از دین میآید، به این دلیل اهل مصر غیرت نداشتند. استاد رحمت الله علیه غالبا از قول آلوسی میگفتند، علامه آلوسی، بنده خودم ندیدم در تفسیر و نگاه هم نکردم، گفتند که بررسی شده در مصر و جنگل‌های مصر و بیابان‌های مصر بقیه حیوانات دیده میشه ولی شیر دیده نمیشه. شیر جنگل که بالاخره نمادی از غیرت هست دیگه،
به همین دلیل اثرش بر انسان ها هست. انسان ها هم چیه؟ غیرتشون ضعیف. البته نسبت به اون زمان ایمان کی بیاید، ایمان کی باشد، غیرت هست. لذا الله تعالی می فرماید وقال نسوة، این خبر عادی بود دیگه. این خبر چنان خبری نبود که بگم به کسی نگی. اون عزیز مصر بالاخره به خاطر وجدانی که داشت گفت که شما ادامه نده، ولی پخش شد و به همه جا گفته شد. اونها با هم دیگه می نشستن و زلیخا را مسخره می کردن، نه به خاطر اینکه فریفته جوانی شده، به خاطر اینکه فریفته یک برده شده. تو که میخوای ارتباط بگیری با کسی که بالاخره از نظر جایگاه، عزت، از درباریان باشه، از اشراف باشه، نه اینکه برده خودت هست. از این جهت اونها اعتراض داشتن. وقال نسوة، این طعنهشون هم در همین راسته بود. وقال نسوة فی المدینه، زنها گفتن در شهر، امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، زن عزیز طلبیده جوان خودش را، یعنی خادم خودش را، خود خادم را خواسته، خود خادم را برای این کار دعوت کرده. قد شغفها حبا، همانا در اعماق دل او قرار گرفته از نظر محبت، یعنی محبت او در رگ و ریشه دلش ریشه دوانده، جا گرفته. انا لنراها فی ضلال مبین، ما میبینیم او را که در گمراهی آشکار، بر اشتباه است. آدم میخواد ارتباط بگیره با یک برده، این چی کاری هست؟ زلیخا متوجه شد اینا مکارند، این مکری بود، چون اونا یوسف را ندیده بودند، شنیده بودند که یوسف خیلی حسن داره، خیلی زیبایی داره. این تنها را گفتند تا تنهای زنانه به زلیخا برسه، زلیخا به اونها بگه، جلوی اونها اثبات بکنه من معذورم، من آخه طرفم یک برده ای نیست، یک غلامی نیست، اصلا یک انسانی نیست، یه فرشته هست. اونا میخواستن ببینند. پس تمام این طعنه زنی به خاطر چی بود؟ زلیخا از اونها دعوت بکنه. از کجا معلوم میشه؟ فلما سمعت بمکرهن، وقتی که زلیخا شنید مکر اونها را، یعنی این طعنه و تشنیع مکری بود برای اینکه از اونها دعوت بشه. زلیخا هم گفت باشه، تا ملامت از من مرتفع بشه، همه بدانند که من واقعا معذورم، من حق دارم که این کار را میکنم. چه کار کرد؟ یک معدوبه، یک دعوتی ترتیب داد، دعوتی که سفره را اونجا پهن کرد، غذاها گذاشت، اون چیزی که خوراکی بود، میوه بود، خوراک بود، هر چی بود، چیزی بود که به وسیله بالاخره کارد باید قطع میشد، چه گوشت ها بود، چه میوه بود، قرآن مشخص نکرده. و کارد هم اونجا گذاشت و بعداً به یوسف هم دستور داد که یوسف بیاید در اون مجلس. یوسف از قبل حسن و زیبایی داشت، اما نیازی به لباس خوب نداشت. این روز زلیخا لباس زیبایی به تنش داد، یوسف هم خبر نداشت. و بعضی از مفسرین اعتراض را نقل کردن، خب چرا یوسف رفت؟ یوسف یک برده هست، یوسف یک غلام هست، یک برده هست تو اون خونه، حالا مجبوره که اطاعت بکند. لذا یوسف علیه السلام اطاعت کرد. او که گفت بیا جلوی اینها خودت را، بیا اینجا برای خدمت، بیا جلوی این زنها بیا، او را صدا میزد، یوسف آمد. وقتی که یوسف آمد همه چشمها خیره شدن به یوسف، دهانها باز شد و این کاردها که داشت هر چیزی میبرید، غذایی، میوه چیزی، بالاخره اینها بی اختیار شدن، دستهای خودشون را بریدند، دستها خونی شد. قرآن میگه فلما سمعت بمکرهن، زمانی که زلیخا شنید مکر اونها را، ارسلت الیهن، فرستاد به سوی اونها، و اعتدت لهن متکئا، و آماده کرد برای اونها متکا، تا راحت بشینن، تکیه بدن، منظور محلی برای مجلس.
و آتت کل واحدة منهن سکینا و داد به هر یکی از اونها کارد میوه، کارد برای بالاخره قطع کردن. و قالت اخرج علیهن و به او یوسف دستور داد که اخرج علیهن، بر این زنها خارج برو در اون سالونی که اونها نشستن، برو در اون اتاقی که اونها نشستن. میگویند اهل تفسیر که 40 نفر از زنهای اشراف بودند، تمام زنها و دخترهای همین وزیر وزرا بودند، اراکین سلطنت بودند، زنهای معمولی شهر که نبودند، همین کاخنشین ها بودند. فلما رأینه، وقتی که یوسف را دیدند، اکبرنه، او را بسیار بزرگ دیدند، بسیار عظیم دیدند، یعنی یک انسان معمولی نه، خیلی عظیم. و قطعن ایدیهن، و دستهای خودشون را بریدند، دستهای خودشون را زخمی کردند. و قلن حاش لله، حاش لله، پاکی برای خدا. حالا بعضی میگن ترجمهش در اصطلاحات شرعی ما میشه سبحان الله. حاش لله یعنی چی؟ سبحان الله، ما هذا بشرا، این بشر نیست، این که اصلا از انسان ها فراتره. ان هذا الا ملک کریم، نیست این مگر فرشته معزز، نه از اون فرشته های معمولی، از اون فرشته های معزز. ببینید فرشته ها را کسی ندیده که بدون چه شکلی هستند. قبلا خدمت شما عرض کردم فرشته ها از اجسام لطیفی هستند که با توجه به اون لطافتی که دارد قابل دید و قابل رویت نیست، همچنین جنات را. ولی قرآن مجید تشبیه داده چیزهای بدشکل را به جنات و چیزهای زیبا را به فرشته ها. همین قدر معلوم میشه که اونها زیباییشون در میان انسان ها هم مشهور است. یک کسی که یه عجوبه ای هست، شکل عجیب عجوبه ای داره، میگه جنی هست. قرآن هم همین تشبیه را داده درباره اون درختی که در جهنم هست و چنان اون درخت وحشتناکه که همین جهنمیت تا میبینه وحشت میکنن. قرآن میگه که انها رؤوس الشیاطین، اصلا اون درخت مثل سر یک شیطان است. شیطان را مگه جن را کی دیده؟ کسی ندیده. منظور اینه که یعنی وحشتناک است. معلوم میشه از این تشبیه قرآنی که جنات وحشتناکند، شکل درست حسابی ندارند. انسان را الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان زیبایی دارد. قبلا خدمت شما عرض کردم چهره به انسان داده که مظهر زیبایی هست، چشمها زیبایی دارند، بینی زیبایی دارد، این دهان و لبها زیبایی دارند، این لپی که الله به انسان داده، این عرض کنم گونه ای که به انسان داده چه زیبایی این دارد، موها و زلفایی که داده اینا زیبایی خودشون، هر یکی زیبایی خودشون را دارد. لذا بقیه موجودات اینطور نیستند. پس اینها یوسف را در حسن و زیبایی به فرشته که در معلوم میشه از همون عهد قدیم معروف بوده که فرشته بسیار زیبا است. الان یک دختره که زیبایی را میبینی میگی فرشته ای هستی، یعنی از بس که چی هست؟ زیبا هست. لذا الله میفرماید فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا. الله پاک از پاکی برای الله، این که بشر نیست. ان هذا الا ملک کریم، این نیست مگر فرشته معزز. حالا دهان زلیخا باز شد، گفت که شما مرا ملامت میکردی، من ملامت هستم یا حق دارم؟ قالت فذلكن الذي لمتننی فی، این هست همون چیزی که شما مرا ملامت میکردید درباره این مرا ملامت میکردید. من شنیدم، به من اخبار رسید شما چی گفتید. بله الان با افتخار اعلام میکنم اینقدر فریفته شده بودی بیچاره که جلوی زنها اعلام کرد ولقد راودته عن نفسه، بله من او را خواستم،
من خودش را خواستم برای این کار، اما فاستعصم، او بالاخره معصوم ماند، او بیگناه ماند، او محفوظ ماند. ای فامتنع امتناعا شدیدا، اون با شدت سر باز زد از این کار. ولی من جلوی شما دارم آخرین حرفای خودم را میگم. ولئن لم یفعل ما آمره، اون چیزی که من بهش میگم، من امر میکنم، من دستور میدم، اگر انجام ندهد لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، حتما باید به زندان بیفته و از اون انسانهای صاغر و ذلیل و حقیر باید تو گوشه زندان بیفته. حالا یوسف علیه السلام را با تهدید میخوان وادار بکن. یوسف علیه السلام وقتی که این تهدید را میشنود و میبیند که این برنامه هنوز ادامه دارد، این دعوت زلیخا، نه الان دعوت یک زلیخا، الان 40 تا زلیخا هستند، همه او را میگفتند که این کار را با زلیخا انجام بده. قرآن همینه گفته، مما یدعون کسانی که سر خواندن صیغه چیه؟ جمع مؤنث. این همه زنها مرا دعوت میدهند. حالا تو تفسیرها نوشته، الله اعلم چه اندازه درسته، زلیخا به اون زنها گفت که تا این بخشش که در قرآن هم هست که این مجبور این کار را با من بکنه، اما با اونها صحبت که گفت شما قانعش بکنید، شما بهش بگید آخه تو این کار چه اشکالی هست، من چه کمبودی دارم. این زنها با یوسف شروع کردن مذاکره را. حالا در بعضی تفسیرها اینطور هست از همین جمله یدعونه که هر یکی گفت به من اجازه بده، من 5 دقیقه باش تنها میشینم، من قانعش میکنم. باهاش وقتی که مینشست به طرف خودش دعوت میداد، میگفت زلیخا این اشکالات را داره، سنش بات نمیخوره، ولی من آماده هستم. هر یکی به سمت و سوی خودش علیاذ بالله یوسف را دعوت میداد. یوسف چی گفت؟ یوسف وقتی دید این افتضاح را، این رسوایی را، این بدبختی را، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، بار الها زندان محبوب تر است برای من. انسانهای پاک، انسانهای شایسته سختی ها را میخواهند، رنج میخواهند، ولی گناه نمیخواهند. رب ناراض بشه، نه، بذار سختی باشه. زندان خیلی راحت تره از اون توقعی که اینها از من دارند. عیناً گاهی ما انسانها در معرض آزمایشی شبیه این قرار میگیریم. از یک طرف کسانی هستند، اربابانی هستند که انتظاراتی از خواص دارن، بالخصوص معتمد، تحصیل کرده، عالم، انتظاراتی که این انتظارات حالا نه مثل این انتظارات، ولی در نوع خودش انتظارات گناه هست. مثلا تایید باطل، تایید ظلم، تایید چیز نامناسب، و اگر نشه باید بری گوشه زندان بیفتی. اون زندان 100 شرف دارد بر چنین مسیری که مسیر چی باشد؟ مسیر گناه و مسیر ظلم باشد. لذا یوسف علیه السلام هم ترجیح میده، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، بار الها این زندان محبوب تر است برای من از آنچه که یدعوننی، این همه زنها مرا دعوت میدن به سوی آن. و باز هم به خودش اعتماد نداره، به ربش اعتماد داره. و الا تصرف عنی کیدهن، بار الها اگر باز نداری از من مکر اونها را، اصب الیهن، من متمایل میشم به سوی اونها. اگر مرا به حال من بگذاری، مرا به حال نفس من بگذاری، من انسانم، من تمایل پیدا میکنم به سوی اونها. اون وقت و اکم من الجاهلین، از جاهلان میشوم. لذا خدایا من از تو میخوام که تو مرا حفاظت کن. همیشه باید ما هیچ وقت مغرور نباشیم به اینکه ما
صالحیم، ما عالمیم، ما حاجیم، ما سواد داریم، تحصیل کرده ایم، ما عقل داریم، میفهمیم، هیچ وقت گناه نمی کنیم. نه، همیشه از الله کمک بخواهیم و همیشه در پناه الله از تمام یه گناه و معاصی هر کسی باشی در بالاترین درجه را داشته باشی به خدا پناه ببر. خیلی وقت هستن که افراد بزرگ هم دچار لغزش میشوند. لذا یوسف علیه السلام نبی خداست، معصومه، مقامش خیلی بلنده، اما به خدا میگه که خدایا اگر تو منو حفاظت نکنی من جاهل میشم، من گرفتار میشم. الله عزوجل اجابت فرمود. بالخصوص چیزی که از خدا بخوایم به خاطر خود خدا. خدایا به من توفیق بده که آلوده گناه نشم. همین که بگی الله میدونه که این بنده برای به خاطر خود من از من میترسه، میخواد آلوده گناه نشه و الا نفسش میخواد. خدایا به من توفیق میده که من اون گونه که حق طاعت و بندگی است تو را بندگی کنم، تو را سجده بکنم. خب این که برای خود خدا باشه خدا اجابت میکنه. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. الله می فرماید اجابت کرد برای او ربش، فصرف عنه کیدهن، مکر اونها را برگرداند از یوسف، کید اونها را برگرداند از یوسف. انه هو السمیع العلیم. این علت است، همانا آن ذات پروردگار هست، هر سخن را شنواست، هر حالت را داناست، او بهتر می‌داند. بالاخره حالا تمام اراکین سلطنت و اراکین حکومت داشتند رسوا می‌شدند. هر یکی احساس خطر میکرد، نه برای زن عزیز مصر، برای زن خودش. آخر با هم مشوره کردند که این هر کس هست این را ببریم تو زندان بندازیم تا بالاخره این زنها دل سرد بشوند. همین نتیجه رسیدند. ثم بدا لهم، یعنی آشکار شد برای اونها، به این نتیجه رسیدند من بعد ما رأوا الآیات، بعد از اینکه نشانه ها را دیدند. نشانه های هم پاکی یوسف و نشانه های تمایل زنهایشون را، با وجودی که دیدن که یوسف بیگناه است، یوسف پاک است، یوسف مقصر نیست، ولی باید این کار بشه و الا ما گرفتار میشیم، ما آلوده میشیم. گفتن لیسجننه حتی حین، تا یک مدتی این را حتما زندان بکنن تا بالاخره آب از آسیا بیفته، همه مسائل فراموش بشه، بعدا آزادش میکنیم. ولی بنابر حکمتی که الله بهتر میداند تو زندان که رفت، اهل حکومت و اهل سلطنت دوباره بیاد نمیفتند. بعضی پرونده ها هستند قضات میخوان رسیدگی بکنند، فردا میکنند تا 6 ماه بعد تازه پرونده جلوش میآید. بعد مرحله دوم 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، تا چند سال فقط طول میکشد، بعدا مشخص میشه که بیگناه بوده. لذا جریان یوسف بیگناهیش از ابتدا معلوم بود، ولی خب گفتم مؤقتا تا دیر شد. این مرحله دوم زندگی یوسف علیه السلام بود. بعد از بادیه، بعد از روستا، در کاخ. حالا مرحله زندگی کاخ هم تمام شد، دوباره به کوخ، به زندان دیگه. این یک مرحله جدید. اینجا تمام با اهل جرم و جنایات، با مردمانی که مردمان سالمی نیستند، مردمان نرمالی نیستند. این هم یه مرحله سخت دیگر امتحان است. ولی بالاخره وقتی که زندان رفت، اونجا از یک جهت برایش خوب بود، یک محل خوبی برای دعوت بود. بیشتر یوسف علیه السلام کارش را در زندان، چون همیشه اقشاری که از دعوت انبیاء استقبال میکنند و درک میکنند اونایی هستند که از نظر دنیا در سطح پایینتری باشند. اونجا که در کاخ بود همه اشراف بودند، همه بزرگان بودند، با اونها هم نمیتونست خب راحت صحبت بکنه. این برده اونها بود، از یک طرف پیغمبر خدا، اما اینجا نه، اینجا راحت صحبت میکنه، اینجا میتونه بالاخره اون امت خودش را شکل بده، از اینجا آغاز بکنه.
این انسانهای شرور را بهترین انسان قرار بده. چنانچه همینطور شد. بعدا یاران یوسف بیشتر همینها بودند. الله می فرماید و دخل معه السجن فتیان، داخل شد همراه با یوسف دوتا جوان، دوتا خادم پادشاه. اونها داخل شدن بنابر جرائمی به زندان افتادن. یکی از اینها نانوا و آشپز پادشاه بود. نان و آشپزی یک نفر میکرد، امروز جداگانه هست. بالاخره آشپز بود و نانپز بود به اصطلاح ما، و یکی دیگه ساقی پادشاه بود، کسی که برایش همیشه مشروب درست میکرد و سقایه میکرد، پادشاه را با مهمانانش پذیرایی میکرد، شراب میداد. اینا هر دو به زندان افتادند، متهم شدند به اینکه پادشاه را میخواستند مسموم بکنند و به پادشاه خبر داده شد که این شراب را نخوری، این غذا را نخوری که سم داره. هر دو را دستور داد دستگیر کنند. بعد از اینکه هر دو را دستگیر کردند، خب یکی از اینها بیگناه بود، همین کسی که مسئول شراب بود، مسئول سقایه بود، این بیگناه بود، این سم نریخته بود تو شراب ها. اون یکی دیگه تو خوراکی ها سم ریخته بود. لذا وقتی که بررسی کردن، بررسی طول کشید، امتحان کردند، آزمایش کردند واقعا سم هست یا نیست. بعدا دریافتند که در خوراکی ها هست، در اون مشروبات نیست. این چند روز طول کشید. این چند روزی که اینها در زندان بودند، اینها خواب دیدند. حالا اون کسی که مسئول مشروب بود، اون خواب میبینه که من انگور را دارم میفشارم و از او آب انگور میگیرم، شراب درست میکنم برای پادشاه. اون یکی دیگه که نانوا و خباز بود، آشپز بود، اون میگه من در خواب دیدم که من نان درست کردم و نانها را بالای سرم گذاشتم، داشتم میرفتن، پرنده ها دارن میاند و از این نان میخورند. یوسف علیه السلام قبل از اینکه تعبیر بکند فرصت گیر آمده. داعی همیشه دنبال فرصت های خوب هست. حالا اینا دو نفری هستند که حرف من گوش میکنند. لذا اول به اونها اطمینان داد، شما مطمئن بشید من تعبیر خواب شما را بیان میکنم، اما قبل از تعبیر من درد دلی دارم، درد دل من را بشنو. درد انبیا چی هست؟ درد دین است. اینکه مردم شرک میکنند، اینکه مردم خدا را نمیشناسند، اینکه مردم به سمت اوهام و بتها و غیر الله پرستی و آلهه باطل رفتند. لذا اول با اونها درد دل میکنه، اول به سوی توحید و به سوی ایمان و به سوی خدا پرستی اونها را دعوت میده. لذا کسی که در مسیر انبیا است باید از فرصت ها همیشه استفاده بکنه، همیشه سعی بکنه هر جا افرادی را میبینه دعوت حق را، دعوت دین را، دعوت بازگشت به سوی خدا را باید ارائه بده. لذا الله می فرماید قال احدهما، یکی از اون دو نفر، دو جوان گفت انی ارانی اعصر خمرا، من خودم را دیدم که من خمر می فشارم، یعنی شراب را از انگور دارم میگیرم. و قال الاخر، دومی که خباز بود، نانوا بود، او گفت انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، من خودم را دیدم که بالای سرم خبز یعنی نان حمل میکنم، تأکل الطیر منه، که پرنده میخورد از اون نان. نبئنا بتأویله، ای کسی که در این زندان هستی، همراه زندانی ما، تأویل این خواب را بگو، تعبیر این خواب را بگو. انا نراک من المحسنین، ما تو را از بندگان مخلص و نیکوکار میبینیم اخلاق خیلی خوبی داری، مدارات خوبی داری، همه از تو تعریف میکنن، همه از تو خوششون میاد. میگیم شاید تو اینقدر فهم و درک و فراست داشته باشی که تعبیر خواب ما را بیان کنی. یوسف اول اطمینان داد که تعبیر خواب شما پیش من است، ولی قبل از آن یک حرف مهمتری را گوش کنید. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه،
پیش شما غذای نمی آید، غذای ظهر مراد است، نهار که شما آن غذا داده می شوید. الا نبأتکما بتأویله، مگر اینکه من شما را خبر می دهم به تأویل خواب شما، قبل ان یأتیکما، قبل از اینکه اون غذا پیش شما بیاید. و این اطمینان را به شما بدم که من تعبیر بلدم و علم تعبیر یک علمی هست که ربم به من آموزش داده. ذالکما مما علمنی ربی، این خواب، این تعبیر خواب علمی است که ربم به من تعلیم داده، آموزش داده. اما اون حرف اولی که مهمتر است اون این است: انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله. میخواد بگه که ای دو رفیق زندانی من از نظر دینی مثل بقیه مردم نیستم. این دینی که مردم دارم من این دین را ترک کردم، یعنی با این دین سر و کاری ندارم. انی ترکت ملت قوم، من ترک کردم دین اون قومی را که لا یؤمنون بالله، به الله ایمان ندارند، و هم بالآخرت هم کافرون، آنها نسبت به آخرت کافر هستند. اما من نه، من اعتقاد دارم ما ابتدایی داریم آخری داریم. ابتدا خالقی داریم که ما را خلق کرده در این دنیا فرستاده، این را میگم مبدأ. آخری داریم، دوباره وقتی میمیریم دوباره برمیگردیم به جهانی دیگر، اون را میگم معاد، بازگشت. لذا در این سخنرانی اول، بخش اول بحث مبدأ و معاد است، خدا و قیامت است، توحید و قیامت است. واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیروی کردم از دین پدرانم، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من بر دین اونها هستم. دین اونها چیه مگه؟ خلاصه دین اونها چیه؟ خلاصه دین اونها نفی شرک نکردن، فقط خدا را عبادت کردن. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، سزاوار نیست برای ما، جائز نیست برای ما، لایق نیست اینکه ما شریک بگیریم به الله. من شیء، هر چیزی را. من وقتی که بر نکره آمده عموم او را عامتر میکنه. هر چیزی را، چه انسان، چه جن، چه فرشته، چه سنگ، چه چوب، چه مجسمه، هر چی باشد ما بر این عقیده هستیم. و اینکه این عقیده را ما داریم، عقیده توحیدی، عقیده نفی شرک، این فضل خدا به ما داده. ذالک من فضل الله علینا، این از فضل الله است که بر ماست. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، اما در این دنیایی که هستیم اکثر مردم سپاسگزار نیستند. تفسیر جلاله نوشته لا یشکرون فیشرکون، شکر نمی کنند، به جای شکر چی می کنند؟ شرک می کنند. شرک ضد شکر است، شرک ناشاکری هست، شرک ناسپاسی هست، کفران نعمته. خدایی که این همه لطف کرده به تو، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای صورت ما شاء رکبک. ای انسان، این رب کریم که این همه لطف داره، چه زیبا تو را آفرید، به چه شکل زیبایی. درباره این رب چرا فریب خوردی؟ به جای که شکر گزارش باشی میری به در غیر، میری غیر او را سجده میکنی، برای غیر او طواف میکنی. این اکثر مردم لا یشکرون فیشرکون. امروز شما در دنیا نگاه بکنید، اکثرا یکتاپرستند یا غیر یکتاپرست. غیر یکتاپرست مردم چه چیزهایی که عبادت نمی کنند، از خورشید و ماه و ستاره گرفته تا جنات و انسانها و پیامبران و اولیاء و امامان و سنگ و چوب و مجسمه بودا و گاو و انواع حیوانات، چه چیزهایی که مردم عبادت میکنند.
اونایی که فقط خدا را عبادت میکنن، این فضل الله بر من و شما است. شما هستید شکرگزار باشید که الله این توحید را به ما داده و ما گرفتار و آلوده شرک نیستیم. لذا یوسف همین میگه که ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این که دین توحیدی را خدا به ما داده فضل الله بر ما و بر مردم، اما ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شاکر نیستند، مشرک. لذا به چه دلیل؟ فقط یک خدا دلیلش را ذکر میکنند. یا صاحبی السجن، این دلیل عقلی هست. ای دو همراه زندانی من، ای دو رفیق من که در زندان در این بند با من همراه هستید. ارباب متفرقون، آیا ارباب متفرق، ارباب زیاد بهتر است ام الله الواحد القهار؟ ارباب زیاد یعنی عبادت و ارباب متفرقون. چندین رب داری که نمیدونی سرگردان کدوم را عبادت بکنی، کدوم یک را راضی بکنی. این بهتر است یا عبادت ام الله ام عبادت الله، ام الله الواحد القهار، یا عبادت الله، آن اللهی که واحد است، یگانه است، آن اللهی که بر همه چیز مسلط هست، همه چیز در اختیار او هست. و اینا بدانید ای دوستان زندانی من، این چیزایی که شما عبادت میکنید و نامهای گذاشتید، این نامها واقعیت نداره، شما گذاشتید، پدران شما گذاشتند. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، شما عبادت نمی کنید بجز الله مگر نامهایی را که نام گذاری کردید شما، انتم و آباؤکم، شما و پدران شما این نامها را گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، الله برای این نامها، برای این صفات هیچ نوع دلیلی نازل نکرده. این نامی گذاشتی، یکی را اسمش هست مثلا اولاد میده، فلان زیارت برای فرزند خوبه، فلان شخص یا فلان کس برای برکت مال خوبه، اگه میخوای مالت زیاد بشه اونجا برو، اگر میخوایی که مریض شفا بشه، این مریضی های سرطان فلان جا این خصوصیت را داره. مردم اینا را درست کردن، خدا نگفته. مردم اینا را چیکار کردن؟ درست. این چیزهایی مردم درست میکنن. قبلا برای عزیزان تعریف کردم، چند سال پیش شنیدید مردم همه میرفتن همینجا زابل یه جایی بود، تو خاک ها میغلطیدن، میگفتن که اینجا هر که بغلطه بالاخره تمام حاجاتش برآورده میشه، مرادش برآورده میشه. اینا را کی درست کرد؟ همین مردم. یکی را نامش را گذاشتن غوث، غوث اعظم، یعنی بزرگترین فریادرس او هست، هر فریادی بکنی فریادت را میشنوه و اجابت میکنه. این نامها را کی داده؟ اینا را مردم درست کردند. ما انزل الله بها من سلطان. یکی را میگه نائب خداست، یکی را میگه دختر خداست، یکی را میگه پسر خداست. اینا را از قدیم تا به امروز هم هست. امروز در همین کتاب‌های بسیاری از این کتاب‌ها در همین شهر شما هم فراوان است. تو بعضی کتاب‌ها درست کرده اینا دروغ‌هایی هستند که اولیاء الهی چون که خیلی با خدا نزدیک هستند، قرب خدا دارند، اینقدر به خدا نزدیک شدند که وقتی که میمیرند ارواح اینها با بقیه ارواح در عالم برزخ نمی رود. خدا دستور میده ارواح اینها بره با فرشتگان، ارواح اینها میرن با فرشتگان. حالا با فرشتگان یک سری اختیارات به اینها در مناطق خودشون میدن. مثلا این بزرگوار، این ولی مال شهر زاهدان بوده، مال شهر مشهد بوده، به طور مثال عرض میکنم. اونجا بهش اختیاراتی داده میشه که شما تصرفاتی میتونی بکنید، تصرفاتش هم محدوده، میگه خدا داده بهش. مثلا در حد این که به یکی بچه‌ای بده، به یکی شفایی بده، به یکی رزقی بده، به یکی برکتی بده.
بالاخره در همین شهر خودت، محدوده خودت، هر کسی تو را صدا زد تو مشکل او را حل کن. حالا این چیزها را مردم درست کردند، تو کتاب ها هم نوشتند. به همین خاطر شما ببینید هر منطقه اینا هم میگه اینا مثل خدا نیست که هر جا اختیاراتی داشته باشه. مناطق دیگر دسترسی نداره. شما در مسئله الاخر دید در مناطق دیگه اینا دسترسی ندارن، تو همین استان خودش، تو همین شهر خودش. به همین خاطر شما از اینجا برو تا اون سر دنیا هر منطقه یک زیارت میبینی، یک مشکل گشا میبینی که اصلا شما نامش را اینجا نشنیدید. در کتاب های اردو نوشته، مثلا یکی هست که بابا صدو میگویند، حالا شما از اسمش خندت میگیره. یا یکی دیگه هست نمیدونم فلان هست. اونها حالا اسامی هست که اسامی درستی هم نیست. هر منطقه برای خودش. یا مثلا در شام سوریه این خرافات خیلی زیاد است. اونجا هر منطقه یک میگویند که کسی هست که تصرفات اون منطقه گویا استاندار او هست، مسئول کل او هست. هر کسی از او حاجتی بخواد، از او مشکلی بخواد، در اون منطقه او میتونه. الان در زاهدان اگر اون مال شامی را صدا کنی نمیتونه. اینجا خودش زاهدان داره، ملک سیاکو داره، نمیدونه پیر سوران داره، کیرا داره. اینجا برای این منطقه اینها را باید صدا کرد، برای اون منطقه اونها را باید صدا زد. اینا را کی درست کرده؟ مردم درست کردن. یوسف علیه السلام اشاره به همین نکات میکنه. این اسمایی که شما درست کردید، این صفاتی که شما به اینها میدهید، صفات خدایی میدهید، اینا میتونه مشکل کشا باشند، اینا میتونه حاجت روا باشند، اینا میتونه نافع باشند، ضار باشند. اینها را میفرماید سمیتموها انتم و آباؤکم، این نامها را شما و پدرانتون گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند برای اینها هیچ دلیلی نازل نکرده. اگر میخواید واقعیت را بدانید ای دوستان زندانی من، ان الحکم الا لله، حکم، قدرت، تصرف نیست مگر برای الله. همه تصرفات در اختیار او هست. چون همه تصرفات در اختیار او هست، عبادت هم مال او هست. لذا نباید عبادت غیر خدا را بکنید، نباید دعا برای غیر خدا باشه، سجده برای غیر خدا باشه، طواف برای غیر خدا باشه. لذا می فرماید ان الحکم الا لله، نیست حکم اگر برای الله است. امر الله تعبدوا الا ایاه، بر اساس همین الله دستور داده که لا تعبدوا، شما عبادت نکنید، الا ایاه، بجز او را. ذلك الدین القیم، این هست دین استوار، این هست دین حقیقی. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند، با خدا شریک میسازند، شرک میکنند. لذا این تبلیغ یوسف بود. این اون بالاخره دردی بود، احساسی بود که در درونش بود. گفت به اینها برسونم که اون چی که اینها هستند اون دین خرافات است. بالاخره اینها هدایت شدن. استدلال چنان قوی هست که هر کسی قانع میشه. اما بعد از اون یا صاحبی السجن، ای دو رفیق من، ای دو همراه زندانی من، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، اما یکیتون مثل گذشته اربابش را، پادشاه را شراب می نوشاند، شراب تعارف میکنه، هر روز شراب برش میبرد، یعنی شغلش را ادامه میده، بر میگرده به کاخ و کارش را میکنه. و اما الاخر، اما اون یکی که دیده که سرش را پرندگان از اون نانی که بر سرش هست میخورن، فیسلم، اون بیچاره به دار زده میشه. فتأکل الطیر من رأسه، پرنده میاد از سرش میخوره. یعنی چند روز به منظور عبرت اونجا گذاشته میشه، پرنده ها میآیند و نک میزنند. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اون امری که شما سوال میکردی فیصله شده. یعنی به همین صورت فیصله الهی هست
که تمام شدیم. لذا بعض اینجا میگویند که اون کسی که تعبیر اعدامش را داد او برگشت از سخنش. یوسف علیه السلام به او گفت که اون چیزی که شما بالاخره سوال کردید اون فیصله الهی هست، انجام گرفته. وقال للذی ظن انه ناج منهما، حالا یوسف گفت به اون کسی که یقین داشت که نجات میکنه، ظن ایقنا، تفسیر جلالین هم نوشته ایقنا، اون کسی که یوسف یقین داشت که این نجات میکنه از اون دوتا، منهما از اون دو، به اون گفت اذکرنی عند ربک، پیش آقایت پیش اربابت یاد من بکن، بگو چند سال این مظلوم افتاده. اما خدای تعالی مقدر کرده بود که هنوز بماند. حالا الله تعالی چی در نظر دارد الله بهتر میداند. به همین خاطر او فراموش کرد. اما کار بد نسبتش به افراد بد، فانساه الشیطان، شیطان او را فراموش داد. ذکر ربه یعنی ذکر یوسف عند ربه، اینکه یوسف را پیش آقایش یاد کند، شیطان چیکار کرد؟ از ذهنش برد. او در خوشی آزادی خودش بالاخره رفت و کارش را ادامه داد. فلبث فی السجن بضع سنین، در زندان ماند تعدادی سال. بضع عددی هست که علما میفرمایند از 3 سال تا 9 سال را گفته میشه. بعضی میگن تا حالا 7 سال گذشته بود، بضع سنین چند سال دیگه، 7 دیگه گذشت، 14 سال شد. یوسف 14 سال در زندان. بعضی کمتر، اقوال زیاد هست. وقتی که قرآن مشخص نکرده، ابهم ما ابهمه الله، ما هم مبهمش میگذاریم، میگیم تعدادی سال تو زندان ماند. حالا این مربوط به نجات ما نیست که چند سال بودن، ما باید بدانیم. حکمتی است که الله میفرماید بضع سنین. خب حالا اینجا بعضی ها یک تفسیر دیگه ذکر میکنن که این تفسیر نادرست است. اونها چی میگویند؟ میگویند که العیاذ بالله خداوند یوسف را تنبیه کرد. یوسف به جایی که از خدا کمک بخواهد، از پادشاه کمک خواست و به اون زندانی گفت که شما به پادشاه بگو که این یوسف مظلوم اینجا افتاده. فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی یوسف را شیطان فراموش داد. این گونه تفسیر میکنن، یاد پروردگار است، خدا را یاد نکرد، پادشاه را یاد کرد. به همین خاطر فلبث فی السجن بضع سنین. اما این تفسیر نادرستی است، تفسیر اشتباهی است. یوسف کار گناهی که نکرد، یوسف کار اشتباهی که نکرد. بنده قبلا در همین سوره غالبا بود که خدمت شما عرض کردم که انسان متوکل اون هست که به از اسباب استفاده بکند، اما توکلش به الله باشد، توکلش به رب اسباب باشد. استفاده کردن از اسباب دستور خداست، فرمان خداست. خدای عزوجل غذا برای ما درست کرده، برای ما رزق داده تا ما بخوریم و زنده بمانیم. خود خدای تعالی به عنوان یک لطفش میگه که من و انزل من السماء رزقا لکم، از آسمان من اسباب رزق شما را فرستادم، این رزق را بخورید. فلا تجعلوا لله اندادا، جای دیگه میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بنوشید ولی زیاده روی نکنید. پس خدای تعالی خودش این اسباب را، اسباب حیات، اسباب درمان، اسباب عرض کنم ماندن، همه اینها را خدا خودش درست کرده و گفته استفاده بکنه. استفاده از اسباب چی هست؟ این یکی از دستورات خداست. اگر کسی از اسباب استفاده نکند تا بمیرد، این میشه خودکشی. این باید پاسخگو باشه، جواب خدا را بده. مثلا یک کسی اعتصاب غذا میکند، هیچی نمیخورد، خب این چیکار کرده؟ چه گناهی کرده؟
از اسباب الهی بگه من غذا نمیخورم همینطور دعا میکنم خدا من از زندگی نگه داره، مگه این درسته؟ این با شریعت تطبیق داره؟ یوسف علیه السلام در درجه انسانی، در درجه اسبابی، یکی از اسباب را که پادشاه بود او حکم میکرد، او امضا میکرد، او زندانی ها را عفو میکرد، او یکی را میبرد زندانی، یکی را بیرون میکرد. لذا این سبب را خدا درست کرده بود. گفت که اونجا بهش بگو که این آدم بیگناهی هست، چند سال تو زندان افتاده. دیگه اون مسئله فراموش شده بود. پس کار گناهی نکرد که بیایم بگیم که یاد پروردگار نکرد. شب روز اینجا در زندان داره، خدا برای خدا و توحید خدا تبلیغ میکنه. لذا درست نیست این به مقام بلند انبیا نمیخورد که اون پیغمبر از یاد خدا غافل بشه و یاد غیر الله را بکنه و این تنبیهی برش بشه چند سال دیگه زندان. این اصلا با مسئله عصمت و معصومیت پیغمبر همخوانی ندارد. پس تفسیر درست همینه که یوسف علیه السلام چیکار کرد؟ به او گفت اما تقدیر الهی همین بود که هنوز زندان بماند. اون فرد فراموش کرد و شیطان سبب فراموشی شد. صدق الله مولانا العظیم.